اشتراک تام پایه 12 تمام نیازهای آموزشی دانش آموزان رو در مسیر آمادگی برای کنکور و امتحان نهایی تامین میکنه. اینجوری به جای اینکه داوطلب وقتش رو تو این سال سرنوشت ساز صرف انتخاب منبع و آزمون و مشاور بین یک عالم گزینه بکنه، میتونه تمام تمرکزش رو روی مطالعه بذاره و خیالش راحت باشه تمام نیازهاش مثل کلاس، آزمون، مشاوره و مرور با یک بار خرید بسته تام پاسخ داده میشه. اشتراک تام شامل 3 نوع خدمات اصلی: 1. خدمات کلاس محور، 2. خدمات آزمون محور، 3. خدمات مشاوره‌ای. 1. خدمات کلاس محور شامل آموزش کامل سالانه، یعنی تدریس تمام دروس اختصاصی عمومی پایه 12 به صورت کامل و آنلاین با تمرکز بر کنکور و امتحانات نهایی. نکته و تست نیترو تاملند که دوره فشرده مرور مفاهیم کلیدی، تست زنی حرفه‌ای، آموزش تکنیک‌های پاسخگویی و مدیریت زمان هست. همایش‌های جمع‌بندی توربو تاملند که در طی اونها مرور نهایی و تست زنی فشرده برای دروس اختصاصی در روزهای منتهی به کنکور انجام میشه. بسته شب امتحان که جلسات ویژه برای آمادگی امتحانات نهایی 12 با بررسی خط به خط کتاب درسی و حل نمونه سوال تشریحی. و نهایتاً کارگاه ریاضی مقدماتی برای دانش آموزانی که پایه ریاضیشون نیاز به تقویت داره، شامل تدریس پیش نیازهای مهم ریاضی مثل اتحاد، کسر، معادله و مباحث پایه‌ای. 2. خدمات آزمون محور که مشتمل بر 11 مرحله آزمون‌های استاندارد تاملنده که همراستا با طرح درس اساتید برای سنجش منظم و دقیق آمادگی داوطلب به صورت آنلاین برگزار میشه. و 3. خدمات مشاوره‌ای که شامل کارگاه‌های مشاوره‌ای کنکوره که برای آموزش مهارت‌های برنامه‌ریزی، مدیریت زمان، مقابله با استرس و تمرکز و به صورت جمعی برگزار میشه. به علاوه بسته خدمات مشاوره‌ای کارگاه‌هایی با حضور نفرات برتر کنکور سال‌های گذشته رو داره که تکنیک‌های دستیابی به رتبه‌های طلایی داخلش مرور میشه. همه این خدمات با یک بار خرید اشتراک تام پایه 12 تو کل سال برای طی کردن یه مسیر مشخص به سمت موفقیت در کنکور و امتحان نهایی در دسترس دانش آموزان عزیزه. برای آشنایی بیشتر یه سر به سایت تاملند بزنید. تام، اشتراک همه چیز تموم تاملند. بسم الله الرحمن الرحیم. رفقای کنکوری 05 تاملندی، سلام. یه سلام با تأخیر و توأم با پوزش. عذرخواهی میکنم بابت اینکه کلاستون یه هفته افتاد عقب. از اون هفته اولیه که افتاد عقب رو نبینید، اینکه تو سایت زده بودن 17 شوخی بود، قرار بود 24 بزنن، زده بودن 17. بعد 24 افتاد امروز به خاطر برنامه بدرقه و همایش جمع‌بندی کنکوری‌های 04 بود که خب خیلی همایش خوبی هم برگزار شد. از شما سپاسگزارم، حتی اونایی که قرض زدن که این فرصت رو بنده دادین که من هفته پیش در کنار رفقای 04 باشم با یه جمع‌بندی خیلی خوب، خیلی فوق‌العاده، خدا رو شکر که خیلی تونست توی کنکور جمعه بهشون کمک بکنه. امروز در خدمت شما هستیم به شدت پر انرژی، پر قدرت، برای اینکه کشتی 05 ها رو بندازیم تو دریا و لنگرها رو بکشیم و بادبانا رو باز بکنیم، گازشو بگیریم، بریم انشالله تا خط پایان شما که کنکور تیر ماه 05. پس من لابلای حرفام یک کوچولو حالا عذرخواهی هم کردم بابت این تأخیری هفته‌ای به وجود اومد. اونایی که قرض زده بودن هم فدای سرشان، من باز ازشون عذرخواهی میکنم، به خاطر اینکه حتما استرس و استراب کنکور سراسری باعث این قرض زدناتون بود. حتما براتون جبران میکنم. به نظر من یه ذره باید انرژی مثبت هم بگیرین. وقتی معلم شما پارسالیاشو تا دقیقه 90 رفته، پس شما رو هم تا دقیقه 90 میبره دیگه. چون یه سری من پیام داده بودن که آقا با ما هم همینجوری هستیم دیگه، مگه میشه مثلا تو فرق بکنی، اون یه جور دیگه ای باشه، اون یه شکل دیگه ای باشه. مثلا پسرم 04 بوده، به خاطر همین 04 ها رو بردم، امسال مثلا از تو خوشم نمیاد. نه، ما هستیم. هر سالی که در واقع میخوایم کلاس جدید رو شروع بکنیم، قبلش با خودمون یه 2 تا 4 تا میکنیم، میگیم آقا باک پره، انرژی پره، حالش هست، پیریه هنوز اونقدر زیاد نشده، دل و دماغش هست، انگیزه و امیدش هست، اگه هست بسم الله. و وقتی بسم الله میگیم تا من الله توفیقش هستیم. ان شاءالله خداوند رحمان و رحیم به خاطر شما نه به خاطر من امسال به ما کمک بکنه که شما هم بتونیم به نحو احسن مثل پارسال و پیارسال و پس پیارسال و اینا، حالا خیلی هم توضیح نمیدم چند سال دارم درس میدم چون نمیخوام سنم لو بره، این مثلا 26 7 سال دارم و اون تعدادی هم هست دارم درس میدم، همونطوری که اونا رو رسوندیم ان شاءالله شما رو هم برسونیم. اون آقای نشسته اون بالا جدید اومد داره. بله
عروسک هم بالا نشسته. یه چند تا تیتر رو نوشتم جلسه اولی، خیلی سریع بهش اشاره بکنم. حالا یه سری از دوستامون رو سعادت دوباره دیدنشون رو داریم، بچهای 11 تام لندن که امسال دوباره ما پیوستن، دمشون هم گرم. بسیارم خوشنودم که دوباره شما رو میبینم. یه سری هم خب امروز اولین باره که همراه ما شدن، اصلا شاید اولین باره که همراه تاملند شدن، برای همین یه توضیحات کلی میتونه به شما کمک بکنه. بعدم که خب طبق وعده‌ای که بهتون داده بودم تدریس فصل 1 دهمو شروع بکنیم. بچه‌ها اگه پارسالو بذاریم کنار، حتی فکر میکنم پیارسالم بذاریم کنار، زمانو برگردونیم عقب، من همیشه جلسه اول کلاسم یه کار خیلی متفاوت و تکراری میکردم. از کلاس‌های حضوری بگیرین تا شروع سالهای اولیه مجموعه تاملند، از بچه‌ها می‌خواستم که هدفشون رو در پایان سال کنکور بنویسن. مثلا میگفتم آقا الان تو امسال کنکوری شدی، قرار پایان سال به چه نقطه‌ای برسی، چه رشته‌ای دوست داری پذیرفته بشی. تو حضوری که بچه‌ها دونه دونه خودشون رو معرفی می‌کردن، میگفتن آقا من می‌خوام پزشکی قبول شم، من میخوام داروسازی قبول شم، من میخوام دندون پزشکی قبول شم، من میخوام پرستاری قبول شم. و اصلا یه آماری تو کلاس میگرفتیم، حس میکردیم یه انرژی مثبتی به بچه‌ها داره منتقل میشه. یا توی سالهای اولیه تاملند بچه‌ها میگفتم رشته‌ای که دوست دارید قبول شین رو بنویسین. خیلی هدف گذاری رو پررنگ میدونستم، ولی الان یه 2-3 سالی احساس میکنم این هدف گذاری وقتی از یه حدی خیلی پررنگ‌تر میشه استرس‌زا میشه و شاید حتی مخرب باشه. وقتی تو 24 ساعت داری به این فکر میکنی که قرار پزشکی دانشگاه تهران قبول شی، خب وسطای راه اگر نسبت به پزشکی دانشگاه تهران ناامید بشی، حالا این ناامید میتونه بر اساس تواناییات باشه یا بر اساس افکت و تأثیری که از جامعه میگیری. دیدی دیگه این روزام پیش هر کی بشینی صحبت بکنیم یا آقا پزشکی به درد نمیخوره، فایده نداره، آشغال، طول میکشه. دیدی این تو فک و فامیل با هر کی بشینی صحبت بکنی، چه اونایی که پزشک شدن چه اونایی که پزشک نشدن، متاسفانه این وایب منفی یا انرژی منفی رو دریافت میکنی. اگه تو فقط داری به اون هدف پایانی فکر میکنی، خب از یه جایی به بعد وقتی هدف پایانی گیر میکنه تو هم گیر میکنی دیگه. از یه جایی احساس میکنی ادامه مسیر دیگه برات اهمیتی نداره و این خیلی خطرناکه، چون ممکنه تو بعدها پشیمون شی که خیلی‌ها بودن پشیمون شدن. مثلا گفتن عجب غلطی کردیم و به حرف شوهر عممون گوش دادیم، وسط سال دیگه درس نخوندیم، عجب اشتباهی کردیم ها. برای من دارم میگم هدف پایانی مقدس اوکی، ولی دیگه خیلی به زبون نیارینش، خیلی دیگه بولش نکنید. بیاین هدفتون رو بذارید موفقیت در سال کنکور. آقا تو به اندازه کافی سال دیگه این موقع وقت داری حالا فکر کنی پزشکی بری، دندون بری، دارو بری. یه ذره خیلی پررنگ کردنش میتونه یه عارضه هایی رو داشته باشه. تو این چند سال زیاد دیدم بچه‌هایی که هی دارن رو اون هدف کار میکنن، از یه جای بعد وقتی این هدف براشون یه جورایی مردد میشه مسیر رو ول میکنن و بعدن که پشیمون میشن تایمی برای جبران ندارن. بیاین موفقیت در کنکور رو مبنای اولیه‌تون بذارید. شما بشید کسایی که بتونید سال دیگه در مرداد ماه انتخاب کننده مسیر تحصیلیتون باشین. دیدین انتخاب رشته برای خیلی‌ها انتخاب رشته نیست، تحمیل رشته است. خیلی از کسایی که تو مرداد ما میرن انتخاب رشته میکنن میگن چی قبول میشیم، نه چی میخوایم قبول بشیم. یعنی بازی کاملا برمیگرده. بیاین یه جوری درس بخونید، یه جوری مسیر رو جلو ببرین که واقعا انتخاب رشته کننده باشید سال دیگه مرداد ما، که ما بهتون کمک میکنیم، راهکاراشو بهتون میدیم، شما با یه همت زیاد و یه تلاش زیاد ایشالله به این مرحله میرسید. یکی از کارهایی که توصیه میکنم تو سال کنکور هم انجام بدین، هم یاد بگیرین، خیلی زیاد داشتن دیسیپلین. بچه‌ها خیلی چیز به درد بخوریه. دیسیپلین مطالعاتی داشته باشین. اصلا ول کن تهش قراره چه اتفاقی رخ بده، تو روزانه تکلیفت معلوم بشه. آقا الان امروز از این ساعت تا این ساعت کلاس زیست دارم، از این تا این ساعت کلاس فلان دارم، بعدش چیکارم؟ کی میخوابم؟ کی از خواب پا میشم؟ کی شام میخورم؟ کی نهار میخورم؟ کی صبحونه میخورم؟ کی حموم میرم زمانش چقدره؟ صبحونه میخورم زمانش چقدره؟ خیلی شما رو جلو میندازه. بچه‌ها همه آدمای موفق روزانه 24 ساعت زندگی میکنن مثل من و تو. آدمای ناموفق هم 24 ساعت زندگی میکنن، فقط فرقش اینه که مدیریت زمان دارن. من همیشه این مثالی تو کلاسام میزنم، حالا امروز جلسه اولی بگم. من یه همکلاسی داشتم تو دوران پزشکی، یعنی در واقع دوران دانشجویی، که نفر اول ورودی ما بود. یا آقا پسری بود، الانم در واقع متخصص رادیولوژیسته. نفر اول ورودی ما بود. یا آقای پسر یزدی هم بودن، نفر اول ورودی هم بودن و همه نمره ها بالا و اینا. من تو ذهنیت خودم احساس میکردم که این رفیق ما هیچ کاری جز درس خوندن انجام نمیده.
مثلا کسی که معدل در واقع دانشکدهش مثلا 19 خورده‌ای رنک 1 کلاسه، این فقط باید شب تا صبح درس بخونه دیگه. یه ذره که بهش نزدیک شدم دیدم اصلا اینجوری نیست. چقدر آدم چندبعدیه، اشغال سر جاشه، ورزش سر جاشه، هم سر جاشه، همه چی سر جاشه. خب چجوری میشه؟ آقا دیسیپلین داره، یه قوانین خاصی داشت. اتفاقا من امسال اینو دارم تو کلاسام میگم. مثلا یکی از کارهایی که میکرد سر کلاس جزوه مینوشت. حالا اون موقع تو دانشکده پزشکی باب نبود، چون ما یه گروه جزوه‌ای داشتیم، صدای استاد رو ضبط میکردن، فکر کنم هنوزم هست، میرفتن صدای استاد رو پیاده میکردن. یعنی هر جلسه یه مسئولی داشت، بقیه کسایی که تو کلاس بودن جزوه نمینوشتن، مسئول جزوه فقط مسئولش بود، ولی خودش یه دفترایی داشت جزوه مینوشت، بعد خط هم مینوشت، تون دیگه داره سر کلاس مینویسه. وقتی میرفت خونه اولین کارش این بود، میگه آقا من بعد از نهار باید پاک‌نویس جزوه‌مو انجام بدم. میومد جزوه‌ای که نوشته بود و شروع میکرد پاک‌نویس کردن. الان فکر کنم آتنام تو کلاس همراه منه، اصلا به آتنام میتونیم اینو پیشنهاد بدیم از الان بعد اگه میخواد مثلا نمرات پزشکیش بالاتر بره، مثلا یکی از کارهای مفیدش این بود همون جزوه رو پاک‌نویس میکرد. میدونید چقدر میفته جلو؟ یعنی اون روز درس خوندن چقدر میندازتش جلو. اینو حتما تو زندگیتون تجربه کردین. من اگه درس امروز بخونم نیم ساعت ازم زمان میگیره، همینو فردا بخونم 1 ساعت، همینو پس فردا بخونم 2 ساعت، همینو مثلا هفته بعد بخونم 10 ساعت از من زمان میگیره. برای همین با دیسیپلین داشتن، با برنامه ریزی کردن، میتونی تو اون 24 ساعت خیلی کارا رو انجام بدی. واقعا فرق موفقا و ناموفقا شماره یکش دیسیپلینه. بلا همه که 24 ساعت زمان دارن. خیلی هوش و آیکیو تو پروسه کنکور شما رو جلو نمیندازه. دیسیپلینه، سخت کوشی و درست حسابی. خیلی از بچه‌ها سخت کوشن، درس هم زیاد میخونن، نتیجه نمیگیرن، چون شلخته میخونن، هیئتی درس میخونن، یهو جوگیر میشن. بریم امروز بتره کنیم، بعد 2 روز درس نخونیم، امروز رو جر بدیم، بعد یه هفته بخوابیم. اینو امسال تمرین کنین بچه‌ها، هم به موفقیت کنکورتون ختم میشه، هم به موفقیت در مقاطع زندگی دیگه‌تون. فردا روز میخوای زبان یاد بگیری، با دیسیپلین میتونی یاد بگیری. میخوای مهاجرت کنی بری کشور دیگه درس بخونی، با دیسیپلین میتونی اونجا موفق بشی. پس این تارگت شماره 1تون باشه. حالا تو اگه اینو مبنای خودت قرار بدی، حتما پایان سال نتیجه خوبی کسب میکنی. اون موقع تازه بشین به اهدافت فکر کن. این بحث هدف گذاری 2 ساله دارم تغییرش میدم که حالا به نظر من در مورد هدفتونم خیلی با این و اون حرف نزنید. متاسفانه ما الان تو شرایطی هستیم از نظر روحی روانی که خیلی از آدما به افسردگی مبتلا شدن، خیلی از آدم‌هایی که به اهدافشون نرسیدن ناامید شدن. تنها چیزی که آدمای افسرده، آدمای بازنده، آدمای ناامید و خوشحال میکنه بازنده شدن بقیه افراده. این فکر کنم حالا مال ایرانه، مال همه جای دنیاست. منم همین شکلیم. من تو دوره دانشجویی وقتی امتحانی رو میافتادم، به اولین چیزی که فکر میکردم این که رفقام هم افتادن یا نیافتادن. اگه همه دوستای من اون امتحان رو افتاده بودن، من چنان خوشحال میشدم انگار پاس کردم. دیدین؟ اصلا یه حس خوبی بهت میده که اگه من باختم بقیه هم ببازن. اگه من مثلا رفتم تو دیوار بقیه هم برن تو دیوار. حالا شاید یه سریاتون مثل من اینقدر بد نباشین، ولی من این شکلی بودم. برای همین یه ذره در مورد هدفمون این ور اون ور حرف زدن اصلا انرژی مثبت نمیگیریم. حتی یه موقعی نزدیکانمون حتی غیر عمدی ما رو ناامید میکنن. مثلا تو با معدل مثلا چه میدونم 11 16 این روزا داری به دندون پزشکی شهید بهشتی فکر میکنی. خب وقتی جلو بابات میگی، بابات چی بهت میگه؟ میخنده دیگه تو دلش. مثلا تو بی خیال 3 تا تجدید داری به پزشکی دانشگاه تهران فکر میکنی، فقط کافیه یه داداشی داشته باشی، برای 7 جد آبادت بسه. اصلا مسخرت میکنه، حتی به شوخی. برای همین خیلی بهش گیر ندین، تو دلتون نگه داریم. ما قدیما میگفتیم هدفو گنده کنید بزنید سر در اتاقتون، الان میگیم کوچولوش کنید بذارید تو جیبتون، شبا یواشکی نگاهی بهش بکنید، ولی براش بجنگین که ان شاءالله بتونید سال دیگه جزو کسایی باشید که دارید انتخاب کننده رشته میشید. پس حتما این پروسه رو مد نظر قرار بدین. به عنوان اولین توصیه مشاوره‌ای داشتن یه برنامه‌ریزی دقیق و دیسیپلین خیلی میتونه بهتون کمک بکنه. اما در مورد درس خودمون، خب یکی از سوالایی که از من میپرسین حتما الانم تو ذهنتونه، پروسه طرح درسمونه. خیلی بهش گیر ندین. من همیشه جمله معروفی دارم، میگم آقا وقتی سوار یه ماشینی شدی که به رانندش اطمینان داری، سوار یه ترنی شدی که مثلا به رانندش اعتقاد داری، یا یه هواپیمایی سوار شدی به خلبانش اعتقاد داری، اینقدر با مسیر ور نرو، اینقدر نقشه چک نکن، اینقدر ساعت چک نکن، اینقدر تو کار طرف ور نرو، هی سرعتش رو نگاه نکن، پنجره رو بکش پایین، از منظره لذت ببر دیگه. حتما تو رو میرسونه، چون قبلا هم رسونده. واقعا سال کنکورم نظرم همینه، یه معلمی رو انتخاب بکنید که بهش اعتماد دارید. وقتی اعتماد دارید اینقدر باش ور نرید. اون رفته این مسیر رو، میدونه باید چی کار بکنه. من این کشتی که تو داری سوار میشی رو چندین سال بردم و آوردم. بابا هفته پیش مسافرا شدم، خط پایان پیاده کردم. پس من کارمو بلدم، حتما هم بلدم.
اعتبارم و آبروم و نمیدونم وجدانم هم از هر چیز دیگه برام مهمتره. پس خیلی ور نرین، بهتر نیست این کار را بکنی، آن کار را بکنی، این را زودتر بگویی، آن را دیرتر بگویی، این رو آنجور بگویی. ما کارمون رو بلدیم. من مطمئنم تمام دبیرای مجموعه تاملند که همشون جزء دبیرای با سابقه در واقع کنکورن، شب نخوابیدن، صبح پاشن بیان جلو سیتاش معلم شده باشن، غیر بدن، بلدن که تو رو برسونن، بلدن که کارشون رو انجام بدن. پس خیلی ور نرو، ولی حالا حقته دیگه، بالاخره نسل جدید با نسل قدیمی فرقایی داره، نقشه راهو بدونی. ما تابستون زیست دهم به شما درس میدیم، احتمالاً تمومش میکنیم یا اگر بمونه به هفته اول مهر ماه ختم میشه که در هفته اول مهر ماه هم تمامش میکنیم. احتمالاً تابستون باید فوق العاده بیایم، فکر میکنم 2 تا یا 3 تا شنبه هم علاوه بر روزهای سه شنبه باید به شکل فوق العاده در کلاس حاضر بشین که به وقتش اعلام میکنم که ما بتونیم نهایتاً در هفته اول مهر ماه 5 فصل انسانی جانوری دهمو به اتمام برسونیم. از هفته دوم مهر ماه تدریس زیست 12 رو شروع میکنیم، به صورت موازی باش پایه هم پیشروی میکنیم. تقریبا دیگه از اواخر مهر ماه دیگه رسما کلاستون 2 جلسه در هفته میشه، هم روزهای سه شنبه هم روزهای شنبه که حالا بهتون اعلام میکنیم که زیست 12 پیشروی میشه، در کنارش گیاهی و یه خورده هایی از 11 که تا دیما که میشود پایان ترم اول ما ترم اول 12 تموم کرده باشیم، شما آماده امتحانات مدرسه و آزمون جامعه های مختلف بشین که دوست دارین شرکت بکنین، کنارش گیاهی هم به اتمام رسونده باشیم. تجربه خوبی بود که ما پارسال به خاطر تبعیت از برنامه قلمچی انجام دادیم، به نظر من تاثیر خوبی هم داشت. این در واقع قورباغه معروف گیاهی رو ما تونستیم تو پاییز به بچه اجازه بدیم قورتش بده، خیلی به اواخر سال نکشونیمش. بعد از دیما وارد ترم دوم میشیم، ترم دوم 12 در کنار بقیه 11 ما تدریس میکنیم. امسال ما یک کنکور داریم. ما تا پارسال و پیارسال 2 تا کنکور داشتیم، یعنی پس پیارسال دی و تیر بود، پارسال اردیبهشت و تیر بود، این سالی که الان تموم شد اردیبهشت و تیر بود. امسال دوباره برگشتیم به سبک قدیم، نمیدونم چرا این 3 سال هم فقط بچه‌ها رو بدبخت کردن، شما یه دونه کنکور در تیر ماه دارین. ولی من همچنان نظرم اینه که اتمام درس در اسفند ماه میتونه به دانش آموز کمک بکنه که حالا تو دوره در واقع نوروزش بتونه یه جمع‌بندی مناسبی رو کل زیست داشته باشه، به خصوص چون زیست ترکیبیه، یعنی تو همه فصل‌ها رو تموم نکنی نمیتونی یه آزمون جامعه استانداردی شرکت بکنی. خیلی از آزمون‌ها مثلا از 12 هم ولی تو دلشون یه عالم سوال ترکیبی با دهم هست. زیست بعدیش اینه هر جوری نگاه بکنی ترکیبیه. بابا میگه سلول، خب سلول تو 1 دهم تعریف کرده، میگه یوکاریوت تو 10 تعریف کرده، حالا تازه سواله میخواد تو 12 بیاد. به خصوص رفقای تغییر رشته‌ایمون اینو خیلی زجر میکشن چون نمیدونن این تستایی که دارن تو 12 جواب میدن بابا یه حجم زیادی از خود صورت سوالو تو پایه باید یاد میگرفتن. برای همین تمام تلاشمو دارم میکنم که طبق طرح درسم اسفند ما تموم بکنم که شما در واقع فرصت نوروز و فرصت بعد از عیدو برای جمع‌بندیاتون داشته باشین. پس کلاس رسما از امروز شروع میشه تا پایان یا اواسط اسفند، اواخر اسفند ما ادامه داره. یکی از سوالاتون در مورد جزوه کلاسیه. ما 24 فصل کتاب درسی رو به شکل 24 تا فصل در جزوه در آوردیم که جزوه ما شامل متن کتاب درسی، شکل کتاب درسی، آپدیت ها. حتما دوستان ما میدونن کتابایی که امسال قراره باش کنکور بدم، به خصوص این دوستان فارغ التحصیلمون یا دوستانی که با فاصله دارن کنکور میدن، میشود زیست 12 404 که الان در سایت آموزش پرورش قابلیت دانلود کردن هم داره، زیست 11 403 و زیست 10 402. ما 24 فصل جزوه‌مون بر اساس کتاب‌های درسی که پای تخته نوشتم که در جزوه متن کتاب درسی هست. حالا 2 فصلش رو گذاشته بودیم تو پنل دیدین یا الان امروز در حین تدریس می‌بینین. شکل‌ها همش هست که فوق‌العاده برای کنکور مهمه، باید سر کلاس تحلیل بشه. تمام سوالات کنکور نظام جدید از 98 تا کنکوری که جمعه برگزار شد تو جزوه‌تون وجود داره. از کنکورهای خیلی گذشته هم تستای منتخبش وجود داره. در کنارش یه عالم هم تستای تألیفی که تستای تألیفی هم همیشه تغییراتی پیدا میکنن. مثلا الان تستایی که ما پارسال تو دوره نکته و تستمون مورد استفاده قرار داده بودیم که جدیدترین تستای تألیف شده توسط من بود، امسال به جزوه‌های سالانمون اضافه شده. به نظر من کارو جمع میکنه. من رو دوره سالیانم ادعا دارم همیشه بعد از کنکور با جزوه‌ای که درس دادم، طرح درسی که تو سالیانه درس دادم، واقعا ادعا دارم که آقا تونستم به غیر از اون چند تا سوال عجیب و غریبی که حالا در حد 1-2 تا بود معمولا، فکر کنم تو تیرم
کنکوری که در واقع جمعه برگزار شد یکی دو تا سوال این شکلی وجود داشت، بقیهش کار جمع شده. این حالا یا تو تست بهش اشاره شده یا تو طرح درس بهش اشاره شده، تو خلاصه ها بهش اشاره شده. علاوه بر متن کتاب درسی تو جزوهاتون یه عالم جدولم هست، حالا جمع‌بندی یه شکلی خودم کشیدم تو تفهیم بهتر، یا الباقی موضوعی که با ورق زدن جزوه درکش می‌کنید. ما جزوه رو به شکل PDF براتون قرار میدیم توی فکر کنم 5 تا دونه پارت. یه فکر کنم هفته بعد کل دهمش رو میذاریم، پاییز که بشه مثلا ترم 1 12 میذاریم با گیاهی میذاریم، یه ذره برین جلوتر مثلا بقیه 11 میذاریم. احتمالاً تو 5 تا پارت به غیر از این پارتی که برای جلسه اولتون آپلود کردیم ما PDF ها رو در اختیارتون قرار میدیم که حالا اگر تو خونه پرینت دارین میخواین خودتون پرینت بگیری، نمیدونم جایی در واقع میشناسین که میتونن براتون چاپ بکنن، این کارو انجام بدین. ولی حتما باید به صورت فیزیکی داشته باشی، یا حالا حتما رو برمی‌دارم. اگر هم فیزیکی ندارین مثلا توی آیپدی چیزی، نمیدونم یه نوتبوکی چیزی داشته باشین، چون در حین کلاس باید جزوه رو پر کنید، تستاشو جواب بدید، تحلیلاشو بنویسید. ما چیزی تحت عنوان گذاشتن جزوه پر شده در کلاس نداریم بچه‌ها، اینو از روز اولم دارم بهتون میگم. باید جزوه رو سر کلاس خودتون پر بکنید. حالا میتونید این کاری که دوست من در دوره دانشجویی میکرد شما انجام بدین، مثلا بدخط و تون بنویسین، شب قبل از خواب یه زمانی بذارید حالا پاک نویسش بکنید، جمله‌هاتون رو قشنگ بنویسین، مرتب بنویسین که اون خودش انگار دوباره خوندن است، خیلی شما رو جلو میندازه، به خصوص اگه همون روز اتفاق بیفته. پس چیزی تحت عنوان گذاشتن جزوه تکمیل شده که تو بعضی از کلاس اساتید انجام میدن ما نداریم، شما سر کلاس این کارو انجام بدید. چون هزینه چاپ معمولا هزینه سنگینیه، وقتی شما خودتون شخصا میرین یه جای جزوه چاپ میکنید بعد هزینه زیادی بدین، ما معمولا این کارو انجام میدیم که الان امسال هم در حال انجام دادن این جزوه ها رفته زیر چاپ. البته چون هنوز همه PDF ها تکمیل نشده دارن به نوبت میرن زیر چاپ، که احتمالاً مثلا فکر میکنم حالا بی حرف پیشی شاید 2 هفته بعد ما اعلام بکنیم که آقا مثلا فلان مجموعه اومده این جزوه های ما رو چاپ کرده در تیراژ بالا با قیمت به شدت به صرفه تر از اون چیزی که تو قراره بری چاپ بکنی، میتونی از اون مجموعه جزوه رو دریافت بکنی. ولی چون یه 2 هفته طول میکشه پس شما تو این 2 هفته مجبوری جزوه رو پرینت بگیرید، یعنی فصل 1 دهم اصلا پرینت بگیرید که امروز هم شروع میکنیم درس دادن. حتی توی ویدئویی که دیروز توی اینستام گذاشته بودم توصیه به انجام این کار گفته بودم این کار انجام بدین، یا 2 دهم حتی به نظر من پرینت بگیرین، که ان شاءالله دیگه از وقتی ما رسیدیم به فصل 3 دهم امکان دریافت جزوه فیزیکی هم وجود داشته باشه. پس من دارم زمان میگم فعلا 2 فصل اول دهم فکر بکنید خودتون بعد پرینت بگیرید. میتونید به شکل سیاه‌سفید پرینت بگیرین پر کنید، بعدن که مثلا جزوه رو به شکل فیزیکی دریافت کردین توش پاک نویس بکنید. از 2 هفته بعد که حالا احتمالاً یه هفته هم طول میکشه جزوه به دست شما برسه، میتونید جزوه رو به شکل فیزیکی اگر تمایل داشته باشین دریافت بکنید. اگر هم نه، نوتبوکی داری، نمیدونم آیپدی داری، اصلا پرینتر تو خونه داری، خودت میتونی با اون ترتیبی که من PDF ها رو در اختیارت قرار میدم خودت پروسه پرینتش رو انجام بدی. یکی از سوالی که یادم رفت اینجا بنویسم در موردش صحبت بکنم بحث تغییراته. آقا ما مثلا جزوه‌های پارسال تو داریم، جزوه‌های پیارسال تو داریم، آیا لازمه بچا تو این کلاس به غیر از حضور آنلاین سر کلاس هیچ الزامی وجود نداره؟ این یادت باشه اصلا من چیزی رو نمیگم الزامه. آنلاین سر کلاس حضور پیدا بکنی، اکتیو سر کلاس حضور پیدا بکنی لازمه اوله. ولی جزوه اگه مال سالهای قبل باشه خب یه تغییراتی داره که این تغییرات یک تغییرات متن کتاب درسیتونه، یه جاهای کوچولو یه جاهای زیاد. مثلا تو زیست 11 فصل 7 احتمالاً شنیدین دیگه، زیر و رو شده دیگه، خیلی تغییر کرده. یا مثلا اگه جزوه پارسال بگیری فصل 7 حتما باید از رو کتاب درسی بخونی، یا مثلا جزوه جدید رو پرینت بگیری. یا تو بقیه فصل کوچولو مثلا امروز میبینید همین جزوه‌ای که براتون گذاشتم ورق بزنید، مثلا امسال برای اولین بار هشتگ اضافه شده به کتاب درسی. تغییر کوچولو یا ولی بالاخره تغییره. یا مثلا پلاناریا شکل حفره گوارشیش تو کتاب امسال هست تا پارسال وجود نداشته. اینکه چقدر تغییره نمیدونم، مبنا و خطکشی براش ندارم. یا تستا عوض شده، سوای اضافه شدن سوالای کنکور مثلا پارسال و پیارسال یه سری از تست تالیفی‌ها بهش اضافه شده. فکر میکنم 400 تا تست ما امسال به مجموعه در واقع جزوه‌های سپایه‌مون اضافه کردیم. دیگه این میل خودته. من اصلا میگم هیچ چیزی جز حضور فعال سر کلاس الزام ندارد. آقا حتما باید پرینت بگیری فلان کنی، آقا تاش نمیتونی پرینت بگیری هزینه‌اش سنگینه، آقا یه نوتبوک یه چیزی یه جایی بنویسی، یه کاری انجام بدی، تستاشو فقط پرینت بگیری، اینا دیگه چیزایی که خودت باید کارو در بیاری. از نگاه تغییرات به نظر من تغییرات دارد، یعنی حتما باید تو آپدیت بشی. حالا جزوه هم با آپدیت کردیم، کتابای درسی آپدیت شده رو داشته باشی. ما فعلا با خود کتاب درسی کاری نداریم چون کلش در جزوه هست، فعلا تو این پارت کاری نداریم تا به وقتش تو پروسه‌های دیگه در موردش صحبت بکنیم.
پس جزوه به طور کامل توضیح دادم دیگه، من اینم اونم اینا دیگه همه خودشون بر اساس شرایط وفق میدن. آزمون کلاسی پایان هر فصلی که تموم بشه شما یه آزمونی دارید که حالا اعلام میشه، آقا 24 ساعت قبل از کلاس وارد سایت تاملند میشین، آزمون میدین و در واقع یه رنکینگ رو برای خودتون مورد ارزیابی قرار میدین. سوای اونم یه سری از آزمون‌های آزمایشیه، حالا خود تاملند امسال 11 مرحله آزمون داره که فکر کنم دیدین، یه طرح درسی هم داره که با طرح درس سر کلاس هماهنگه. سایر آزمون‌ها هم که حالا به نظر من شاید معروف‌ترینش آزمون قلمچی باشه، ما سعی می‌کنیم بهش برسیم. مثلا 12 رو که حتما بهش میرسیم، یه جایی تو ترکیبی‌ها گیر می‌کنیم. مثلا اگر آزمون قلمچی نمیدونم دقیقاً چند تاست، 20 تاست، ما از این 20 تا پارسال فکر کنم به 16 17 تاش به طور کامل رسیدیم. اون 4 تا یا 3 تا هم که نرسیدیم، مثلا 12 رو رسیدیم، پایه‌شو نرسیدیم. یعنی این تلاشمون هست که این اتفاق توش رخ بده. یکی از سوژه‌ای که دیروز پریروز هم تجربهش کردم تو کلاس‌ها، بحث تاثیر معدل 11 12 که حالا طبق آماری که ما داریم ظاهرا قطعی هم هست، حالا بعداً فشار بیارن مثبت بشه نمیدونیم، که قرار امتحانات نهایی 12 شما که در خرداد ماه برگزار میشه 43% کنکورتون و امتحاناتی که پارسال برگزار شده در 6 درس 17% تاثیرگذار باشد. در حال حاضر شما این 17% رو رد کردین که البته قرار فرصت ترمیم بهتون داده بشه. هیچ کسی تو این کلاس اجازه ندارد تا من نگفتم به ترمیم یا نمره پارسالش فکر بکند. اگه این کارو بکند خیلی خرس. بابا از یه 100% تو یه 17% رو پارسال آزمون دادی، از این 17% 10% رو از دست دادی، 7% گرفتی. بابا تو 90% راهو ول نمی‌کنی بری بچسبی به اون 10% که از دست دادی. زمانش که بشه خودم میگم استراتژیتون چیه، خودتون رو آشفته نکنید. من تو کلاس مدرسه حضوریم یه حجم زیادی از بچه‌ها همین بود، ما که پارسال گند زدیم، آقا به کتف عرفان که گند زدی، کتف چپ عرفان که گند زدی، بعدن سر جاش میگیم که چه کاری رو انجام بدی. از الان بعد دوستان فکر میکنن اون 6 تا نهایی 11 همه رو 20 شدن، تو بریم کارو در بیاریم دیگه. ما هیچ گیری با امتحان نهایی 12 نداشتیم. ان شاءالله خداوند رحمان و رحیم امسال هم کمکمون میکنه. ما تو اون 40% هیچ گیری نداریم. مثلا همینجوری یه عالم از بچه‌ها پارسال 20 شدن، اونایی که خوندن ها، یعنی اون قسمت اصلا خیلی برای ما سهل و ساده است. هیچ گیری رو امتحان نهایی زیست 12 ما نداریم. یعنی حتما با همین سبکی که داریم تدریس میکنیم از مهر به بعد زیست 12 اون 43% رو درآوردیم. اصلا یعنی به اون دغدغه‌ای نداشته باشی. یه 40% هم که خب کنکور سراسری مونه که داریم بر مبناش گام به گام جلو میریم و تمام تلاشمون رو میکنیم که ماکسیموم درصد ممکنه از اون 40% برای کنکور خودمون سیو بکنیم. سوژه دیگه که باید بهش اشاره بکنم، پس طرح درس رو گفتیم، در مورد جزوه کلاسی صحبت کردیم، تغییراتش رو گفتیم، آزمون‌های کلاسی رو اشاره کردیم، آزمون‌های حالا جامعه هم گفتیم، آزمون‌های آزمایشی که ما روند برخورد باهاشون چه شکلی هستیم و تاثیر معدل. میمونه ماجرای کتاب تست. ما در جزواتمون و سر کلاسمون فکر میکنم جمعاً بیش از 2000 تا تست رو تحلیل میکنیم. به نظر من این حدود میشه دیگه، که حالا این 2000 تا نیمیش میشن تستای کنکورهای گذشته، نیمیش میشن تستای تألیفی به درد بخور. این حالا همین امروز که من دارم درس میدم میبینید که تست تألیفیامون هم تستای نکته‌دار و جونداری. ولی خب کنار این قصه اگه یه کتاب تست دیگه اد شود یعنی چی؟ یعنی من رو جزوه کاملا مسلطم، کاملا این تستا رو بلدم تحلیل بکنم. حالا میخوام یه تستی هم بزنم، آقا میخوام آمادگی بیشتری پیدا بکنم، میخوام خودم بالاتر ببرم که کار غلطی هم نیست. اگر دانش آموز از سطح متوسط میخواد خودشو بالاتر بیاره، خب باید کنارش تستنی هم انجام بده. کتاب تستی که من معرفی میکنم، یعنی الان به من میگن آقا یه کتاب تست معرفی کن، میگم IQ جامعه، جلد تست و جلد پاسخ، درسنامه نه ها، این یه جلد 3 هم داره درسنامه است نه، ویژه کنکور 405. ولی حالا من دیروز متوجه شدم 2 میلیون قیمت این 2 جلد کتاب، که حالا فکر کنم اگه از گاج مارکت بگیریم 15% بهتون تخفیف میده، 1.600 تومن پولشه. خب خیلی دیگه بابا، این جنگه. الان جنگ تو آتش بسه ولی تو آتش بس نیستی. نمیدونم واقعا چقدرشو سود میکنن، چقدرشو مثلا دارن بهره میگیرن، اینا رو هم نمیدونم. حالا کاغذ چقدره، چاپخونه چقدر، اینا رو اصلا واقعا خبر ندارم که این جنگ الان چجوریه، از طرف اوناست، از طرف دشمنه، از طرف مثلا یکی دیگه است. ولی من دیروز 1.600 1.700 فکر کنم 2 تا جلدش با تخفیف، چون بدون تخفیفش میشد 2 میلیون. خب شاید برای هر کسی امکان خرید این وجود نداشته باشه. آقا کسی اگه نتونه این کتاب رو بخره بزنه میمیره،
اصلا کلمه زشته بگم خوب شد یه رستارت کردم. غلط کرد هر کی همچین زری رو زد. غلط کرد هر کی همچین زری رو زد. چون یعنی چی؟ راز موفقیت اینجاست. پس من موزم وایسادم اینجا، جزوم موزه وایساده اینجا. پس ما برای چی چیکار داریم؟ اگه میشد با اون موفق شد که خب میرفتی همونو میگرفتی خونه ما رو هم نمیدیدی دیگه. پس ما اومدیم داریم چیکار میکنیم؟ قراره 40 هفته بیایم بابا. چیکار قراره بکنیم پس تو این پروسه؟ پس این که میگیم این یعنی دلیل حتما موفقیت که زیره که پس ما اینجا نقشمون چی؟ این داره به عنوان ادیشن به ما کمک میکنه. آقا ما داریم ویتامین میزنیم تندتر بریم. کوانزیم میزنیم به قصه کمک بکنیم. خیلی اوقات همون یکی دو تا تستی که میگم تستای عجیب و غریبه تو اینام نیست. این اصلا طراح کنکورتون یکی از تفریحاتش اینه آخر سال همه غر بزنن بخنده بگن دیدی از کجا سوال دادم، از اونجا سوال دادم که خودت ندیده بودی. مثلا یه دونه سوال تو تیر اومده از هیپوتالاموس انسان، یه سوالی پرسیده هیپوتالاموس نمیدونه. هیپوتالاموس باید خودشو نگاه کنه چک کنه بگه اینجوری ام من، بعد تازه من نقاشی هیپوتالاموسم، هیپوتالاموس واقعی نیستم. چرا این سوالا میاد که بگه آقا کسی بعد از کنکور زر نزنه بگه تطابق 100%. البته زر زیاد میزنه. ما یه 2 هفته درگیر 404 بودیم، دیدیم فضای مجازی همه دارن زر میزنن. این نگاه میکنیم میگفتیم نکنه ما زندان بودیم اینجوری شده ماجرا مثلا. حالا الان احتمالاً سوراخ موشاشون رو پیدا میکنن دوباره میرن قایم میشن. اینا که زراشون رو میزنن ولی طراح کنکور آقا اینا رو کنف میکنه که کسی ادعای 100% نداشته باشه. این به عنوان پیشنهاده. حالا پول داری بخری 2 تومن برات عددی نیست، 2 تا پیتزات دمت هم گرم. حالا یه موقعی هم هوای ما رو داشته باش، هوای من، عرفان، بهراد، اگه اینقدر پول داری یه جورایی هم پیتزا میگیری برام هم یه دونه بگی برو بخر. ویژه کنکور 405 برو بخر. حالا دارم مثال میزنم، واقعا 2 تومن الان هیچ نظری نداریم. آقا ما نداریم، ما 2 تومن نه. ما اگه داشتیم مثلا 3 نفر میشدیم با هم میخریدیم. من و شهروز و بهروز، شنبه بهروز تست زیست میزد، یک شنبه شهروز میزد، 2 شنبه من میزدم. مثلا اینجوری تقسیم میکنم. برگم سال کنکورم شاید 4 تا میشدیم. من و شهروز و بهروز و یه دونه دیگه تو همین قالب بگو، شهروز، بهروز، من و نوروز. 4 تایی میگرفتیم با هم شیر میکنیم. دیگه اینا راهکارهای توئه که آقا مثلا 4 نفری بریم با هم یه کتاب بگیریم تقسیم کنیم تو هفته ازش استفاده کنیم. بعد به شهروز هم میگیم کتابو خراب نکن، بهروز و نوروز و منم میخوایم ازش استفاده کنیم. یا آقا ویژه 404 رو بزنیم چی میشه؟ خب یه جایی تغییر کرده دیگه، شعور داره دیگه، تغییر یافته ها رو عوض میکنه. آقا من قبلا پینوکیو خریدم، مشاورم از مجموعه خیلی سبز پورسانت گرفته بوده، به من گفته بوده راز موفقیت در دماغ پینوکیو. من پینوکیو رو خریده بودم، الان بسوزونم؟ نه برای چی بسوزونی؟ یعنی چیز همونو بزن. آقا من مثلا کتابای آبی لیمویی قلمچی رو مثلا خریدم، یه مشاوری داشتم خیلی دیگه پورسانت گرفته بوده، اون دیگه ته پورسانت، اون مثلا من گفته بوده لیمویی قلمچی رو بگی. یا یه مشاوری دارم اون دیگه اصلا ماشینشو براش خریدن از نشر الگو، من نشر الگو گرفت، آقا اونو بزن. یعنی میگم این الان اینجوری نیست بگیم آقا الا بالله این هر کی نزند موفقیت نمیشود. هیچ الزامی وجود ندارد. الزام تو همت توئه، الزام تو غیرت توئه، تو تلاش کردن توئه که بخوای به موفقیت برسی. ولی پیشنهاد من آیکیو جامعه گاج است. به نظر من این کتاب خوبی است. از اسمش نترسین. من دیدم میگن آقا این برای سطح بالاهاست، برای سطح پایینا نیست. حاجی تهش یه مقصده. مگه مقاصد فرق میکنه؟ مگه قراره کنکور برای سطوح مختلف برگزار شه؟ کنکور ما یه کنکور دیگه. یعنی چه اصلا بچه‌ها رو سطح بندی میکنید؟ مثلا دیدم دانش آموز میگه من برم یه کلاسی که سطحش پایینه. خب تش چی میشه؟ تو میری یه کلاس سطح پایین بعد از 45 تا 3 تا سوال جواب میدی. خب چی شد؟ تش که یه چیزه که اصلا سطح متفاوت یعنی چی؟ من دیدم میگن آقا این کتاب سطحش بالاست، چون کلمه آیکیو توشه نمیفهمنم چیه که. برو اول یه کتاب بزن که سطحش پایین باشه بعد اینو بزن. بعد میرسیم ما مرد مومه کتابا رو ببین تنه درخته. مگه چقدر برای کنکور زمان داریم که یه سطح پایین، یه سطح متوسط، یه سطح بالا؟ با همین شروره اگه قرار باشه بخرید و امکانشو داشته باشید، من نظرم این کتابه. ولی گفتم اگر کسی کتاب دیگه ای داره هیچ گاردی روش نداریم. آقا نمیدونم مثلا اینو نزنی اونو بزنی موفق میشی و اینو بزنی چند درصد موفقیت ایناست. بعد اگه اینا اینقدر پررنگن پس ما داریم جلو دوربین چه غلطی میکنیم؟ خب بریم میشیم کتابا رو بخونیم نچه بگیریم دیگه. برای همین این توضیح در مورد کتاب تسته. دیدم این روزا بچه‌ها خیلی بحرانش هم دارن، خیلی کامنت گرفتم. میدونم آقا پول نیست، ما هم تو همین کشور داریم زندگی میکنیم، همون سوپری که تو میری ما هم میریم، ما هم گیریم. آقا دیگه داریم میفهمیم غریبه که نیستیم که، ما هم درکت میکنیم کاملا. هیچ استرسی نگیر، هیچ بحث در واقع
آزاری چیزی نیست، ما با هم تو این کشتی سوار شدیم، با همین یه دونه کشتی، با همین پاروی خودمونم، با همت و غیرتمون حتما به مقصد میرسیم. بی خودی به شروبرا و دیالوگای مزخرفی که بعضیا میگن برای کاسبیشون تو دامش نیفت. ولی به حال ما در مورد پیشنهاداتش صحبت کردیم. بازی جای دیگه است، بازی تو شب بیداریاست، بازی تو غیرتاست، بازی زیر جنگ درس خوندناست. دیدین تفری 404 یا چی کشیدن که نمیدونم هم تو قراره بکشی یا نکشی. هر سال که تمام میشه ما میگیم اینا بدبخت‌ترین کنکوریای تاریخ ایران بودن. الان من این جمله رو 6 سال متوالی دارم میگم، از کرونا دارم میگم بدبخت‌ترین، بدبخت‌ترین. الان گیری کردم، نکنه تو میخوای امسال به ما سور بزنی. یعنی 0-5 ایشالله که امسال این جمله بالاخره قطع شه و شما مثلا آرامش‌ترین کنکوری هایی. ولی حواستون باشه که خیلی هم امیدوار نباشین و سال کنکور سال پر حاشیه‌ایه. معمولا آدما وقتی سالهای زندگیشون رو میچینن، سال کنکوری یکی از سالایی که خیلی حاشیه داشته. حالا قدیم حاشیه‌ها تو خانواده بود، الان اخیراً حاشیه تو بیرون هم هست. خیلی از پدر مادرها 18 سال مشترک عاشقانه کنار هم زندگی کردن، سال کنکور بچه طلاق میگیرن. بابا لعنتی، حالا یه سال دیگه تحملش می‌کردی. خیلی براتون پیش میاد. یا مریضی‌ها پشت در وایسادن، سال کنکور شروع میکنن فامیلو کشتن. ای بابا مثلا مادر بزرگ ما 97 سالشه، ان شاءالله جاودان باشه. بابا امسال یه سال دیگه میمونه دیگه، حالا اسرائیلی امسال ما کنکور داریم ولش کن. یا بیماری‌های شخصی. برای همین سال عجیب و غریبیه. نمیدونم شاید مثلا آدم روش حساس میشه بیشتر میبینتش. ان شاءالله که این اتفاقا براتون رخ نده، ولی باید آماده باشید دیگه. به نظر من یکی از رویکردهای امسالتون رفقای 0-5 این باشه. نمیدونی بر فردا چه خبره، واقعا نمیدونی چه خبره، پس قدر هر روزتون رو بدونید. نمیدونم واقعا این کلاس ایشالله هستا، آیا میتونه هر هفته مرتب منظم برگزار بشه؟ اتفاق خاصی رخ نمیده، بحرانهای خاصی به وجود نمیاد. پس الان که هستی از تمام توانت استفاده کن. ببین سال کنکور تو فقط یه وظیفه داری رفیق. میدونم جمله‌ام جمله‌های خوبی نیستا، چون تو بچه دهه اینا چی ان الان؟ زد ایکس و ایگرگ یه چیزی هستی، نسل زدی، اون یعنی هم چی؟ یه چیزی جدیدی. تو یه ذره شاید برات سخت باشه تک بودی زندگی کردن. میگه آقا مگه مال مثلا عصر دایناسوراییم که یه بودی زندگی بکنی؟ رفیق این سال را در رو ندارد، کنکور را در رو ندارد. بپذیرینو، هر چی زودتر بپذیری هم زودتر موفق میشی. امسالو تو زندگیت باید بعدن قیچی کنی. بعدن برمی‌داری بعد تو 100 سال زندگیت یه سالو قیچی میکنی میذاری کنار. همین یک سال خیلی یه بودیه. یه جورایی باید سیب زمینی باشی. هر اتفاقی داری رخ میده تو وظیفت اینه. دغدغه اجتماعی داری، امسال دغدغه اجتماعی تو درس خوندن. دغدغه سیاسی داری، امسال دغدغه سیاسی تو درس خوندن. بابا برو تو دانشگاه که ببیننت، حالا بتونی حرف بزنی. من همیشه میگم میخوای داد بزنی باید بری بالا تپه داد بزنی. کف خیابون داد زدن کسی صدا تو نمیشنوه. هانده وقتی شدی دانشجو پزشکی حالا صدا تو بیشتر میشنون. گفتم پزشکی حرفم است، دانشجو شدی حرف تو بهتر میفهمن. اون بالاها رفتی حرف تو بهتر میفهمن. پس دغدغه اجتماعی داری، سیاسی داری، اقتصادی داری، خانوادگی داری، عشقی داری، عشقی که خیلی هم خطرناکه این برای امسال. اونی که تو الان داری بهش فکر میکنی رو بعدن شاید بهش فکر نکنی، یا اون بعدن به تو فکر نکنه. این همین دغدغه‌ها رو یه سال بذار کنار. الان عشق تو زیست 11 10 و 12 است. دغدغه تو فیزیکته، اقتصاد تو ریاضیته. یه چاره ای نیست. من رفتم، بقیه هم رفتن، آدمای پر ادعاش هم همین مسیر رو رفتن. همین زودتر خودتو با شرایط وفق بده. یه توصیه هم میکنم، دیدین من با خودم هم دارم کلنجار میرم و یه ذره خودتون از اخبار دور کنید. لعنتی دیدین مثلا اخبار یه جوری سمی شده، میگن مثلا فردا تعطیله به خاطر آب نیست، یووی اثرش زیاده، یووی نیست. لعنتی اصلا اخبار آدمو دیوونه میکنه امسال. من اصلا با خودم دارم کار میکنم. ما که نمیتونیم تغییری به وجود بیاریم که. من دارم جانب تو حرف میزنم. ما که تش باید زیست دهمه رو بخونیم که. برای همین خودتون از اخبار دور کنید، از فضای مجازی دور کنید. یه پستی دیروز اینستاگرام گذاشته بودیم که 404 یا بیان 450 رو نصیحت کنن. هی به من دایرکت میدادن بچه‌ها. بچه‌ها یه حجم خیلی زیادیش گوشی بود. گوشیه رو غلاف کن، گوشیه رو غلاف کن. خودت هم میدونی دیگه. پس غلاف کنید آقا این زهر ما رو. این غلاف کنید این زهر ما رو. یه سال زندگیت دیگه، یه سالی که تازه چند روزش هم رفت. بیشتر از چند روزش هم رفت. اینا کنکورشون چه تاریخیه؟ فکر می‌کنم هفته دوم تیر ماست. این الان یه سال و منهای 2 هفته. 2 هفتهش پریده دیگه.
اینا حرفای مهمی ان که باید روز اول به تو زده شده بشه. البته ما تو مسیر بارها با شما صحبت میکنیم، ما در کنار شما هستیم و دیدین سندش هفته پیش من تا چهارشنبه با افتخار یه 0-4 بودم، تا لحظه آخر دستشون رو گرفت. یعنی پاش بود سر جلسه هم میبردم، دونه دونه میرفتم مثلا میرسوندمشون دم حوزه تا بتونن در واقع خودشون رو مسیری برسونن. ان شاءالله خداوند امسال عمری به ما بده ما همین کارو انجام بدیم. امسال هم که شما رو گذاشتن رو کجامون؟ شونه هامون رو دیدی؟ آره، قول که به ما نمیخوره. یعنی یه آدم فیتنسی مثل من لفظ قول بیشتر قول روحیه، حالا شاید به اساتید دیگه بخوره، ولی فیتنس مثلا باید میگفتن به جای قول چه واژه‌ای مثلا به کار می‌بردن، مثلا ورزشکار، قهرمان، اینا. ولی حالا حال اینجا هم هستیم، مسئولیتمون بیشتر هم هست. پارسالیا روشونمون نبودن، ما تا دقیقه 90 باشون رفتیم. شما که اصلا رو راستمه یا رو چپن بچه‌ها امسال؟ رو شونه راست هم گذاشتن. آره، یعنی اصلا دیگه با مایی دیگه هستن. برای همین خیلی امسال باید تعهد بیشتری هم نسبت به شما داشته باشیم. دیگه چی بگیم؟ فکر کنم هر سوژه‌ای می‌خواستیم بگیم گفتیم دیگه. آتنا فکر کنم آنلاین همراه ماست. رفقا یه فضایی ما داریم، فضای چت، که شما میتونید سر کلاس احساستون رو بگین، نظرتون رو بگین، جملتون رو بگین، نمیدونم سوالی بپرسین که ما برای پاسخ دادن به سوالات درسی شما، نه سوال احساسی شما. ادمینایی داریم که امروز خانم آتنا همراه ماست، از بچهای اگه اشتباه نکنم پزشکی بهشتی که پارسال هم همراه ما بودن، امسال دومی سالیه که کنار ما، سوالای درسی شما رو در فضای چت پاسخ میدن که فکر کنم الان آتنا هم همراه ما هست. درسته؟ هست؟ چتتون اوکی داره کار میکنه؟ یه ذره نگاهتون چیز میزه که انگار قطعی نه هستیم. اگر سوژه مونده که من اشاره بکنم به من برسونین، اگر نه برویم و تدریسمون رو شروع کنیم. چجوریه؟ چیزی جا نمونده؟ من چتم تکون نمیخوره، مال شما تکون میخوره؟ آره؟ اوکی؟ خب جزوه منم بیار. آقا تنها سوژه ای نمونده تو سوالای بچه ها من بخوام پاسخ بدم؟ قیمت جزوه چنده در مؤسسه؟ معمولا این مثلا تو سوپر میپرسن آقا این ماسته چند؟ نمیدونم، باید بیاد بیرون مؤسسه ببینه چه جوریه فلان. کتاب تست 11 هم داریم دیگه، اینا رو گفتم دیگه، سال 11 هم فلان بهمان. خودمون جدا از کلاس الان داریم با دهم شروع میکنیم دیگه. سینا میگه تکلیف چی میشه استاد؟ هر فصلی که تموم میشود آخرش میگیم آقا برای هفته بعد اینو بخونید، آماده آزمون فلانش بشین. تست به خصوصی تحت عنوان تکلیف نیست، خودتون مثلا از اون منبعی که دارین استفاده میکنین تستای مربوط به اون فصل رو میزنید. این میشه پروسه تکلیف. اینکه شما از یک کتاب به خصوصی برید تست بزنید برام بفرستید، اینو که خب توی همچین جمعیتی همچین چیزی بیشتر میشه نمایشی دیگه. یعنی ادعا دیدی باب شده میکنن همه اینجان دیگه، ما چجوری برداریم همه رو چک کنیم؟ این هم فاز ادعا شما دوست دارید. همه رو جامعه گفتیم دیگه. گویا حالا باز اگه سوالی چیزی بود توی ادامه کلاس برای ما بفرست در موردش صحبت بکنیم. یه موضوعی هم ما حتما داریم تو کلاسمون، رفقای تغییر رشته‌ای. من تو زندگیم از نصیحت کردم بیزارم بچه. خط قرمز من نصیحت. اصلا یکی از قسمت‌های شاید زشت زندگیم هم که هنوز خیلی معتقد نیستم زشته، نصیحت شنویه و اینا. مثلا پیرمرد پیرزن من ببینم اصلا آیسیب سوخته. نمیدونم خودم پیرمرد پیرزن بشم چیکار میکنم با بقیه. بشینیم پسر اصلا به من بگم پسرم من پا شدم رفتم. مثلا این خط قرمز منه. برای همین نصیحت نمیشنوم نمیکنم. مثلا این مدلم این شکلیه. برای همین که مثلا بعد فلان کار رو بکنی نکنی فلان میشه، اینا اصلا نیست تو قاموس من چون خودم ازش بیزارم. مثلا یه حرفی میزنم باید امتحانش کرده باشم، باید رفته باشم، باید دیده باشم، در واقع شرح حالشو بگم. من یه تغییر رشته‌ایم، یه تغییر رشته‌ای داغون. من تا سوم دبیرستان تو تیم المپیاد ریاضی مدرسه بودم. میخوای ببینی اصلا مدیا چه شکلیه؟ یعنی من بقیه دروسم هم نخونده بودم، تیم المپیاد ریاضی بودم. اصلا یعنی مدیای ریاضی، شیمی پیمی عمومی هیچی، زیست که اصلا نه. یهو جرقه در ذهنم زد. البته در گذشتگی عاشق پزشکی بودم، یهو دوباره یادم رفته بود، دوباره برگشت. وسط تیم المپیاد ریاضی من تصمیم تغییر رشته گرفتم. من با 11.75 امتحان زیست تونستم تغییر رشته بدم که حد نصاب 12 بود. من اون مدرسه‌ای که رفته بودم امتحان تغییر رشته بدم و شستم، توپ خریدم، ماشین مدیر رو شستم، نمیدونم مثلا کمک آموزشی دادم، 2500 به من پول بدن، من نمره بدن، من بشم 12 بتونم تغییر رشته بدم. یعنی اوضاع زیست من اینه. اون 11.75 هم با تقلب 11.75 شدم. حالا تو میترسی میگی حاجی اشتباه اومدیم، فکر کنم مثلا کلاس ریاضی اومدیم. نه رفیق، من از یه زیست 11.75
معلمی زیست ساختن. پس من بلدم چی کار بکنم، پس من میدونم تغییر رشته باید کجا بره. پس اگه یه توصیه‌ای میکنم، نصیحتی میکنم، راه رفتم. رفقای تغییر رشته روزهای سختی رو در پیش داریم، چون زیست ترکیبیه. یعنی همین امروز شاید 50% حرفا رو نفهمی، اصلا اگه فهمیدی بترس، بگو اگه اینقدر آسونه پس بقیه تجربی‌ها دارن چیکار میکنن. تو باید بیشتر دووم بیاری، باید بیشتر درس بخونی. ولی یه نقطه هست اسمش نقطه اپتیمومه. تو به اون نقطه اپتیموم رسیدی رله میشی. کلا زیست بچا درس بدقلقیه. نشونش 60 صفحه جزوه بهتون دادم دیگه، فصل 1 فصل 2 دهم. ورق بزنید ببینید چند تا از سوالای جمعه رو توش میبینید. یه دونه بچا از 60 صفحه جمعه تیر یه دونه سوال اومده. آقا یعنی چی؟ یعنی زیست خیلی ترکیبیه. تو سوالا تو هم قفلن. تو صورت سوالو کلمه به کلمه تفکیک بکنی به چندین فصل زیست میرسی. پس نباید انتظار زود بازده بودن داشته باشی، ولی این یه محدودیتی دارد. یعنی یه جایی تو هر چی لازم باشه رو یاد گرفتی. من همیشه میگم این آدما هستن، حالا احتمالاً تو زندگیتون تجربه کردین، نمیدونم چی بگن، اخلاق چیزی دارن، میخوای باشون دوست چی تحویلت نمیگیرن. مثلا میری میشینی کنارش میگه هوا چقدر گرمه، پا میشه میره. مثلا میگی خودت چطوری، گوشیشو جواب میده. نمیدونم با این آدمو برخورد داشتین یا نه. همین آدمو بعد از یه مدتی که رفیق فابریکت میشن دیگه فلت نمیکنن، کنه میشن. دیدی اونی که روز اول به زور جواب سلامتو میداد الان 5 دقیقه بعد شب بخیر صبح بخیر روز بخیر میگه. زیستم همینه بچا، بعد وایسی مخشو بزنی. مخشو بزنی دیگه ولت نمیکنه، ولی طول میکشه مخ زدنشو. شیمی نیست از درس امروز بشه سوالای پارسالشو جواب داد. نمیدونم فیزیک نیست معلم بیاد یه چیزی بگه بری 4 تا تست بزنی. ریاضی بیاد یه چیزی درس بده 4 تا تست بزنی. زیست این خبرا نیست، هر کی میگه زر میزنه. اینا همه تو هم قفلن. هی بعد وایسی دیتات کامل بشه. بابا سند شلوت 60 صفحه جزوه فصل 1 و 2 دهم یه تست تو کنکور تیر اومده. پس بعد دووم بیاری، اصلا زود بازده نیست. پس رفقای تغییر رشته‌ای پایه ضعیف، نمیدونم فارغ التحصیلای قدیمی، یه رشته دیگه وایسید. برای همینم به خاطر شما دارم با 1 دهم شروع میکنم. اگه به شما فکر نمی‌کردم با 1 دهم چرا باید شروع می‌کردم؟ بچهای سمپادی 1 دهم براشون خیلی هم جذاب نیست، میگن چرا 12 شروع نمی‌کنی؟ البته که ما توی 1 دهم هم سوژه‌های جدیدی یادشون میدیم، ولی به خاطر تو دارم از بیس میام بالا، به خاطر تو دارم بیسی که تو میسازم، ولی با یه ریتم تند. نمیتونم کند این کارو بکنم، چون باید به 100 کنکور برسم. 100 یعنی کل مطالب کنکور. پس تو باید به من کمک بکنی با همین مسیر سخت و جلو ببری. 60 صفحه جزوه شده یه تست، خودت ببین پس سرعت ما چه شکلیه. پس ما مجبوریم تند بریم، ولی تو باید زحمات زیادی بکشی. آقا میشه، حتما میشه، ولی اینکه شانسش بالاست یا پایینه حتما پایینه. نشدنی وجود نداره. من به تعداد موهای سر تو رفقای تغییر رشته‌ای دیدم یه رتبه تاپی تو کنکور کسب کرد. مثلا یه دونه داشتیم همیشه مثال می‌زدم دیگه، اسمش هم یادم رفت. اخیراً یه ذره بچه‌ها رو بعد از کنکور کم می‌بینیم. سعی می‌کنیم امسال حالا بعد از کنکور یه ذره تایم بذاریم بیشتر ببینیمشون. مثلا دانش آموز بوده کارشناسی ارشد برق، یه سال هم برای کنکور زمان گذاشته، مثلا رتبهش شده 80. الان دیگه فکر کنم سالهای پایینی دندون بهشتیشه. یکی از سالهای اول تاملند اومد با ما یه مصاحبه طولانی انجام داد، زمان براش گذاشتیم. حتما امسال هم بوده، حتما سال جدیدم خواهد بود. نمیگم آمارش بالاست، یعنی الکی هم خوشبینی به وجود نمیاره، ولی میگم شدنیه. تلاشتو بکن جزو اونا بشی، جون بکن جزو اونا بشی. چقدر شانس داره اینا حتما کمه چون تعدادشون کمه، ولی تلاشتو بکن که ایشالله به این نتیجه برسی. پس اینم یکی از سوژه‌ای بود که معمولا ما در کلاسامون میبینیم و میشنویم که به دوستان در موردش صحبت کردیم. میپرسن جزوه کجا دانلود کنیم، باید جوابشون رو بدیم که کجا باید برن و چیکار باید بکنن. مثلا این دوستمون ستایش مرادی نیم ساعت اول کلاس دستشویی بودن، چون یه چیزی رو که من پرسیدم من گفتم شما میپرسی، یعنی تایم دستشویی بوده. این زشته ها. ما ممکنه بعدن کنار آیدی کسی که همچین سوالی میپرسه علامت توالت بذاریم، یعنی تایم توالت تو فهمیدیم. من این سوال شما رو جواب دادم. البته ممکنه هم از شما زودتر پرسیده باشین، دیر تایید کرده باشن. شیمی و فیزیک سستن، زود پا میدن، بیشور و الباقی سوالا. بریم با فصل 1 دهم شروع بکنیم. 1 دهم من دارم درس میدم، 1 دهم خالی نیست بچه‌ها. من یه سری بیسیک هایی هم در 1 دهم میسازم. مثلا همین الان صفحه اولی رو میری چی شد این عالم داره حرف از فصل‌های دیگه میزنه. میخوام نگاه زیست شناسی هم یادت بده. مثلا اینکه میگن زیست ترکیبی یعنی چی ترکیبیه؟ چی قراره با چی ترکیب بشه؟ یه سوال مسخره از من میپرسن آقا روش مطالعه زیست شناسی چگونه است؟ یادداشت کنید 7 مورد. همه برن یه کاغذ بیارن. همه بدو این سری یه کاغذ با یه خودکار آبی بیاری. روش مطالعه زیست شناسی 7 مورد. بدو این بنویسین. وایسادن برین خودکار و کاغذ بیارید.
روش شماره 1. اسکلتون کردن. چقدر زود اسکل شدین. حالا یاد میگیرین که بعداً اسکل نشین. بابا مگه اینجوریه؟ خب اگه روش مطالعات زیست شناسی یه جلسه ای بود، پس این آدم اسکلن 9 ماه با ما زندگی میکنن تا چهارشنبه هفته پیش ما بودن. باید وایس یاد بگیری، در مسیر یاد میگیری چجوری داریم میریم. من چجوری شکل میخوانم سر کلاس، باید ببینی عملیه. چجوری جمله‌های کتابو میخونم، چجوری تستا رو تحلیل میکنم، چجوری گزینه‌ها رو رد میکنم، چجوری به قیدا توجه میکنم. باید اینا در گذر زمان دستت بیاد. یعنی کلاس امروز 1/10 نیست، زیست خوانیه. کلاس هفته بعد 1/2 نیست، زیست خوانیه. روش نداره که. کاغذ رو تا کن. ماجرای فصل 1 شما با قصه پروانه مونارک شروع میشه که یه رفتار شگفت انگیزی داره با اینکه یه حشره کوچولوئه به اسم مهاجرت. ما بعداً در 8/12 رفقایی که هنوز نرفتن 12 یه فصلی داریم تحت عنوان رفتار جانوری. فصل 12 خیلی با پایه فرق میکنه. حالا از مهر ما شروع میکنیم. اصلا قصه یه چیز دیگه است. نه با دستگاه ها کار داری، نه با اندام ها کار داری، رفتی تو سلول. نه گیاه داری، نه جانور داری. فقط یکی از فصل‌های زیست 12 حال و هوای جانوری داره که اسمش رفتارهای جانوریه. اونجا مهاجرت رو کتاب بر ما تعریف میکنه، تو پرندگان هم تعریف میکنه. میگه مهاجرت جابجایی طولانی و رفت و برگشتی جانوره. دیدیم؟ ولی متاسفانه تو کشور ما یه جورایی مثل که تعریف مهاجرت عوض شده، رفت بی برگشت شده. البته ان شاءالله اینایی که رفتن برگردن و واقعا تعریف مهاجرت رو رعایت بکنن. ولی زیست شناسی میگه جابجایی مهاجرت طولانی و رفت و برگشتیه که حالا بعداً در زیست 12 توضیح میده که وقتی شرایط مبدا بد میشه به مقصد مراجعه میکنن، بعد که مبدا خوب شد برمیگردن، نمونن تو مقصد. آره که به بقا کمک میکنه، به زادآوری کمک میکنه، به تغذیه کمک میکنه. که حالا در مورد پروانه مونارک هم همین حرفو میزنه. میگه جمعیت این پروانه هر ساله هزاران کیلومتر جمعیتش ها، که حالا جلوتر جمعیت رو تعریف میکنیم، از مکزیک تا جنوب کانادا و بالعکس میپیمایند، که اون تعریف مهاجرت در مورد این هم صدق بکنه. پس یه جابجایی طولانی، رفت و برگشتی. تو 8/12 میگیم رفتارهای جانوری به 2 دسته کلی تفکیک میشن. یا غریزی هن، یعنی بر اساس الگوهای ژنی بروز پیدا میکنن، مثلا انعکاس عقب کشیدن دست پس از برخورد به جسم داغ که یه رفتار غریزی در بدن ماست. یا یادگیری هن، یعنی به دنبال تجربه به دست اومدن. یه عمده ای از رفتارها مثل رفتار مهاجرت هم ترکیبی هن. مهاجرت یه رفتار غریزیه که توش یادگیری هم نقش داره. تو 12 بهتون نشون میده کسایی که بار دوم دارن مهاجرت میکنن نسبت به بار اولیا بهتر دارن رفتار مهاجرت رو نشون میدن. آقا تو یه چیزایی داری تو هوا میگی، تو جزوه نیست، ما بنویسیم خیر. کلاس همینه دیگه، این کلاس دیگه. یه چیزایی تو ذهنت ساخته میشه که بعداً جلسات بعدی که تکرار میشه تو یه بار اینا رو شنیده باشی. الان قرار نیست تو این جزوه بریزی. هر چیزی که لازم باشه تو جزوه باشه، یا تو جزوه هست یا من تو جزوه مینویسم که هر چیزی تو جزوه یادداشت میشه شما باید یادداشت بکنید. حرفای روی هوا رو نیاز نیست پیاده بکنید. بعداً تو فصول خودش جای خودش در موردش صحبت میشه. تو مهاجرت ما یه دغدغه جهتیابی داریم که خیلی هم مهمه. بالاخره جانور میخواد یه مسیر طولانی رو طی بکنه. میگه یارو هزاران کیلومتر هر سال داره میره. پس جهتیابی خیلی مهمه، به خصوص اینکه ممکنه مسیرش رو مجبور بشه بسته به شرایط تغییر بده. جهتیابی تو کتاب ما 3 جوره. میگه جانورا یا برای جهتیابی از نور خورشید کمک میگیرن که اینا طبیعتاً تو روز مهاجرت میکنن، یا از الگوی ستاره ها کمک میگیرن، اینا شب مهاجرت میکنن، یا میدان مغناطیسی زمین. مثالایی رو بعداً در 12 میبینید. جانورانی هستن که انگار تو بدنشون قطب نما دارن، شمال و جنوب و شرق و غرب رو میتونن تشخیص بدن. پروانه مونارک جزء دسته اوله. کتاب میگه با استفاده از جایگاه خورشید یا نور خورشید مهاجرت میکنه. میگه در بدن زیستشناسا نورونایی پیدا کردن که به کمک اون نورونا نور خورشید رو شناسایی میکنه. نورون نور پس اینا باید گیرنده نوری باشن، مثل گیرنده مخروطی و گیرنده استوانی چشم ما که اونم یه جورایی نورون تمایز یافته است. پس میتونی تو این جا خالی جزوه من بنویسی منظور از این نورون ها گیرنده های نوری هن که به مونارک کمک میکنن جایگاه خورشید در آسمان رو در روز شناسایی بکنه و به کمک این جهتیابی رو انجام بده. بچه‌ها پروانه مونارک پروانه سمیه. پرنده ها نباید شکارش بکنن. حالا سوال، پرنده از کجا میفهمه پروانه مونارک سمیه نباید شکارش بکنه؟
با یه رفتار یادگیری که بهش میگن آزمون و خطا، که حالا شرطی شدن فعالم صداش میکنن. باز تو 12 میبینی، یعنی پرنده یه بار پروانه مونارک رو شکار میکنه، میخوره، استفراغ میکنه، بالا میاره، یاد میگیره که دیگه شکارش نکنه. به این رفتار میگن رفتار آزمون و خطا. جانور رفتاری رو انجام میدهد، پاداش میگیرد، تکرار میکند، تنبیه میشود، دیگه تکرار نمیکند. پس این قصه ای که اینجا یادداشت کردم در مورد سمی بودن مونارک تو زیست 12. فقط اینجا یادداشت بکنید رفتار یادگیری از نوع آزمون و خطا، تو پرانتز اسم دیگهش شرطی شدن فعال. چون اسمش تو 8 تا 12 آمده اینجا ازش استفاده کردم که بهت بگم زیست ترکیبی یعنی چی. یعنی 1 دهم با 8 تا 12 رفتن تو دل هم. همه فصلهای زیست شناسی این ویژگی رو دارن. حالا کی پس من میتونم سوال درست حسابی جواب بدم؟ وقتی همه فصلها رو تو مغزم فرو کنم. که من میرم قلمچی مهرما گند میزنم، مشکل تو نیستی بابا. سوال توش یه چیزهایی داره که تو هنوز نخوندی، یه ترکیبیایی داره که تو هنوز نخوندی. همون قصه ای که دارم بهت میگم، باید وایسی، طول میکشه تا هی دیتاهای تو مغز تو تکمیل بشه. البته من و کتاب تست داریم به تو کمک میکنیم. تو وقتی میری مثلا کتاب آیکیو تست میزنی، یه سری از تست‌ها کنارش نوشته ترکیبی با فصولی که تو هنوز نخوندی، آقا برو بخونش. حالا نمیخوای به حفظش کنی، نمیدونم روش مسلط بشی، ولی یه نگاهی بهش بنداز که حالا بعداً هم رفتی سراغش هی مسلط و مسلط‌تر بشی. از اینکه میگم بزنید از الان، به خاطر اینه کمک بکنه تو ترکیبی‌ها رو حداقل شنیده باشی، حتی اگه روش مسلط نشده یه دیتای اولیه‌ای رو ازش کسب بکنی. ما یکی از بحرانامون پس شد یه رفتار شگفت انگیز از نوع مهاجرت‌ها که ما مهاجرت رو تعریف کردیم، جهتیابی مونارک رو توضیح دادیم و در مورد سمی بودن مونارک هم حرف زدیم. یکی از دغدغه‌های بچه‌ها توی نظام جدید این بحث جانوریه که حالا رفقایی که 10 و 11 رو خوندن میدونن فصلهای جان انسانی ما آخرش یه گفتار پایانی دارن که اون دستگاه رو تو جانوران هم بررسی کرده. گوارشش، تنفسش، گردش موادش، نمیدونم دفع مواد زایدش تو زیست 10، تو زیست 11 از عصبی تا تولد مثلش، که اینا میشن جانوری های کتاب درسی ما که معمولا بچه‌ها این قسمت‌ها رو دوست ندارن. یکی از علتایی که این قسمت‌ها رو دوست ندارن اینه که اصلا ردبندی جانداران رو فراموش کردن. اون چیزایی که تو علوم 8 خوندن، علوم 9 خوندن رو فراموش کردن. متاسفانه تو کتاب 10 هم نیست. پس من یکی از دغدغه‌هایی که امروز بهت میگم حتما روش مسلط بشی، بحث ردبندی جاندارانه. یه چک نویس به من بده، چیزی که تو چک نویس می‌نویسم و نمیخواد تو جزوه بنویسید. این احتمالاً تو جزوه هست. جانداران فکر کنم اولین بار در دوران مهد کودک، حالا شهناز که مثلا مربی دوران مهدت بوده تو رو با مفهوم جاندار آشنا کرده. مثلا شهناز جون بهت گفته که گلم اصلم این میز بیجانه ولی اون گیاه جانداره. احتمالاً اولین بار از زبان خاله شهناز شما با مفهوم جاندار آشنا شدین. تو زیست شناسی جاندار تعریف داره، زنگ بعد میگیم. جانداران موجوداتی با 7 ویژگی ان، زنگ بعد در موردش صحبت میکنیم. حالا جانداران تو گام اول به 2 دسته تفکیک میشن، یا پروکاریوتن یا یوکاریوتن. به مثلا یکی از سوژه‌های بیسیکی که داریم به تغییر رشته‌ای کمک میکنه. اگه الان فصل که 12 شروع میکردم میگفتم پروکاریوت تغییر رشته‌ای فلج مغزی میشد، این فوش بود، تیکه بود، مسخره‌مون کرد. پروکاریوت، یوکاریوت. پروکاریوت یعنی باکتریا. هر جا تو زیست شناسی باکتری دیدی میشه پروکاریوت. ما فصل به خصوصی براشون نداریم. همجور شلخته پلخته تو کتابای درسی یه سری باکتری معرفی شدن که حالا چند دقیقه بعد همه باکتریای کتاب درسی رو بهت نشون میدن که اینا ساختار سلولی به مراتب متفاوتی هم دارن. اینا کلا اندامک قشادار ندارن، هسته ندارن. حالا زنگ بعد بیشتر ازشون حرف میزنیم. الباقی جانداران میشن یوکاریوتا که خب سردستشون میشه آغازیان. اینا اولین یوکاریوتا بودن که در روند تکامل خداوند رحمان و رحیم خلقشون کرد. برای همین بهشون میگن آغازیان. باز آغازیان در کتاب ما فصل به خصوصی ندارن، یه سری شلخته پلخته مثال دارن. جلبک‌ها معروفترین آغازیانن، سبز، قرمز، قهوه‌ای. کنارش پارامسی هست به معنی آغازی مژکدار، اوگلنا هست به معنی آغازی تاژکدار که حالا در فصول مختلف ازشون صحبت میشه. دسته بعدی گیاهانن که اینا خیلی مدون مشخص فکر میکنم از اواخر مهر ماه تدریسشون آغاز میشه. یه جزوه ویژه خودشون هم دارن. یعنی شما 4 جلد جزوه دارین، یکی از جلداتون جزوه گیاهیه
که کارو جمع میکنه براتون، کاملا گیاهان رو معرفی میکنه، طبقه بندی میکنه، رده بندی میکنه. پس بعدا در موردش رو صحبت میکنه. رده بعدی قارچان که باز اینها هم متاسفانه در کتاب ما فصل به خصوص و مدون و مشخصی ندارن. باز همینجوری شلخته پلخته یه سری قارچ داریم. به تک سلولیاشون میگن مخمر، مثل مخمر نان. ولی پرسلولی هم دارن، مثلا زنگ و سیاهک که بیماری گندم و جو بودن، یا جیبلا که قارچ بیماریزای برنج بود، یا مایکوریزا یا قارچ ریشه‌ای. بعداً ازشون صحبت میکنیم. رده بعدی میشه جانوران. هنده. پس از الان به بعد رفقا جاندار رو با جانور قاطی نمیکنن. من دیدم موضوعای زیادی رو در کلاسام دیدم که جاندار و جانور رو هم قاطی میکنن. آقا جانور اینجاست، جاندار همش. جانوران در گام اول دو دسته میشن: بی مهرگان، مهرداران. که بی مهرگان هم رده های مختلفی دارن. ما به زور در کتابمون، تازه به زور 6 رده از بی مهرگان رو میدونیم. باید یاد بگیریم. همین الان سعی کنید حفظ بکنید. از ساده به پیشرفته. ساده ترین بی مهره میشه ساده ترین جانور دیگه، اسفنج بچه‌ها. که خیلی ساده است. اصلا خیلی از دستگاه ها رو ندارن. یعنی به جز دستگاه گردش مواد اسفنج دستگاه دیگه ای نداره. خیلی سادهن، کتابم خیلی کم معرفیشون کرده. یه رده بریم جلوتر میشه مرجانیان. اینا حفره گوارشی دارن. هیدر، عروس دریایی، شقایق دریایی. بچهای 11می پارسال میگفتن نمیدونم عمو هوشنگ تو مدرسهشون گفته مخففش شقایق عروس حیدره. هیدر رو گرفته حیدر، شقایق عروس حیدر. حالا شقایق دریایی، عروس دریایی، هیدر. اینا سه مرجان معروف کتابای ما. رده بعدی کرمهان بچه‌ها، که کرم‌ها 3 دستن ولی ما تو کتابای درسیمون 2 دستشون رو داریم: پهن و حلقوی. پهن پلاناریای معروف، کرم کبد، کرم کدو، اینا کرم‌های پهنن. حلقوی هم سلطان کرم خاکی که پیشرفته ترین مدل کرم‌ها در کتاب ماست. رده بعد از کرم‌ها نرم تنانه، مثل حلزون و صدف. رده بعدی که خیلی مهمن بند پایانه. باز بند پا ما تو کتابمون 2 دسته داریم: حشرات و سخت‌پوستان. قدیما عنکبوتیان و صدپایان هم بودن، الان دیگه تو کتاباتون نیستن. که مثال سخت‌پوستتون خرچنگ و میگوه. حشرات هم که خوب ریخته دیگه. و رده آخر میشن خارپوستان، مثال ستاره دریایی. اینا میشن بی مهرگان کتاب درسی. اگه به ترتیب بلد باشی دستگاه ها رو هم راحت تر یاد میگیری. این اولین سوژه کلاس امروزه که همین امشب باید حفظ بشه. حالا میریم جلوتر تو جزوه با مثالاش میبینیم. مثلا الان یه دونه بعد از مرجانیان کرم پهنه دیگه. پس خیلی از کرمای پهن شبیه مرجانیانن. میگه پلاناریا مثل مرجانیان حفره گوارشی داره. پس این شباهت ها تو این ترتیبه میتونه به تو کمک بکنه. اما مهره‌داران 5 دستن. اولی ماهیان، این جد مهره‌دارانه. یعنی ما یه موقعی تو حرفا میگیم به جدم، یعنی به ماهیم. اول یه ماهی بوده 500 میلیون سال پیش خدا آفریدتش. این با روند تکامل رسیده به اشرف. اشرف یعنی اشرف مخلوقات. من، تو، بهراد، عرفان، ما هممون اشرف مخلوقاتی، نه اشرف خالی. که ماهیان هم 2 دستن، یا قزروفی ان یا استخوانی. کوس ماهی، سفره ماهی، ماهیای قزروفی ان. الواقع ماهی‌ها میشن استخوانی. یه رده بعد از ماهی‌ها میشن دوزیستان، قورباغه، وزغ. یه رده بعدش میشن خزندگان، مار، لاک‌پشت، کروکودیل. یه رده بعدش پرندگان و نهایتاً اشرف و رفقاش پستانداران، که میشه ترتیب تکامل تو مهره‌داران. واقعا تو خیلی از دستگاه این ترتیب رو میبینی. مثلا اولی قلبش 2 حفره داره، بعد میشه 3 حفره، بعد میشه 4 ناقص، بعد میشه 4 کامل، هی داره تکمیل میشه. جزوه رو بیار، صفحه 24، آخرین صفحه فصل 1. نه اونی که من تو چک نویس کشیدم اینجای جزوه است. پس یک جانداران که گفتم زنگ بعد میگیم، از نگاه شهناز با نگاه من تعریف جاندار فرق میکنه. جاندار کسی است که این 7 ویژگی رو داشته باشه. جلوتر اشاره میکنیم. شدن 2 دسته: پروکاریوت، یوکاریوت. پروکاریوت یعنی باکتری. این آبیایی که دارید میبینید مقابلش نوشتم همه باکتریای کتاب درسیتونه. برای رفقای 12 نخونده‌تون میخونم: اشریش یا کولای. اگه اسم جدیدی رو سر کلاس میشنوین سر کلاس تکرار کنید. اشریش یا کولای. کولای یه باکتریه. استرپتوکوکوس نومونیا یه باکتریه. مثلا 12 با اینا شروع میشه. عامل بیماری سینه پهلو. عامل کوزاز یه باکتریه.
باکتریای فتوسنتز کننده، تثبیت کننده نیتروژن، اینا دیگه تو پایه داشتید، شیمیوسنتز کننده، اینا همه باکتریای کتابای درسیتون. یوکاریوتا رده اول آغازیانن. عامل مالاریا یا آغازی انگل تک‌سلولیه. پارامسی آغازی خیلی معروفیه بچه‌ها. این موژک داره. حالا بعدا میگیم موژک یعنی چی. اوگلنا، اسمای جدیدو تو خونه تکرار کن. اوگلنا یه آغازیه که تاژک داره. و جلبکا که سبزشون یه مثالی داره به اسم اسپیروژیر. این آبیا یعنی چی تو جدول جزوه؟ یعنی تک‌سلولیا. بالاش بنویسین. حالا اگه جزوهتون رو رنگی پرینت کردین، آبی‌ها تک‌سلولی. آره. خیلی‌ها فکر می‌کردن وقتی میگن تک‌سلولی یعنی باکتری. چرت فکر می‌کردن. ما یوکاریوت تک‌سلولی هم داریم. الان آغازیان تک‌سلولی‌هاشون اونا. رده بعدی میشن قارچا. اتفاقا قارچا هم تک‌سلولی دارن. حاج آقا مخمر نان. یا اصلا کلا لفظ مخمر یعنی قارچ تک‌سلولی. که اینا پلازمید دارن، بعدا میفهمی یعنی چی. تخمیر الکلی میکنن. آقا راضی و کثافتکاریاش، البته خب کاربردهای دیگه. آقای راضی و زحمتاش تو بحث تخمیر الکلی. یا یه سری قارچ پرسلولی دارید، زنگ و سیاحت، گندم و جو، بیماری، نمیدونم جیبلا، قارچ ریشه‌ای، اینا دیگه میشن قارچ‌های پرسلولی. گیاهان همشون پرسلولی هم، با رنگ مشکی نوشتم. بعداً در جزوه گیاهی در موردشون صحبت میکنم. و اصل مطلب بالاخره جانوران که همشون حتما پرسلولی هم. ما جانور تک‌سلولی نداریم. که بی مهرگان این 6 دسته بودن. همین الان به مغزت فشار بیاد. یه عادت غلطی بچه‌ها دارن، من دیدم خیلی هم میشنوم. میگه آقا الان مثلا تو چت‌های صفرچاریا ممکنه ببینید، هرچند که ما به اونا هم حق میدیم، هرچند حتما دارن درست میگن، ولی واقعا نه. میگن آقا علت عدم موفقیت من اینه که من پارسال فقط فیلم دیدم، درس نخوندم. حالا میگیم چه فیلمی دیدی؟ مثلا کثافت تو پارسال چجوری این همه فیلم دیدی؟ چه فیلمی دیدی؟ میگه حنیف دیدم. مگه من فیلمم؟ یحیوی دیدم، ذهبی دیدم. حتی خب اساتید بعد حالا مثلا من قدم سعیمی استاد ذهبی دیدم، نمیدونم استاد مقدم‌نیا دیدم. بابا ما فیلم نیستیم، ما درسیم. بیشور ما داریم درس میدیم. مگه داریم فیلم میارن برگزار میکنیم؟ چرا حالا اون فکر میکنه فیلمه بدون جزوه با زیرپوش و شلوارک و تخمه و چیپس و ماست از این فلفلی‌های مزمز با موسیر نشسته داره ما رو نگاه میکنه؟ خب معلومه ما فیلم میشی. بعد خب بیشوری این همه فیلم بهتر منو داری میبینی؟ برو فیلم باحال ببین، مشتی ببین. بابا این کلاس درسه. مگه تو میرفتی مدرسه میادی خونه میگفتی اگه قبول نشدم چون مدرسه رفتم؟ بابا این مدرسه است. قشنگ مرد. حتی من میگم پوشش تو مدرسه ای کن به خدا، یا اصلا وسط حال نشین ما رو ببین. اینقدر من با این گیر دارم. تو دایرکت برای من عکس میفرسته، مام بزرگ نشسته، توتیش هست، خودش هست، خالش هم هست. بعد وسط تلویزیون ما رو دارن پخش میکنن. برای من عکس دایرکت میفرسته، ببین ما همه خانوادگی تو رو دوست داریم، حتی مثلا شیطون اسم توتیشه. مگه این کلاسه؟ الان ضمن احترام به همه اقوام خانواده که دارن منو میبینن، یا منو ببرید تو اتاق یا شما برید تو اتاق. بابا اینجا کلاس درسه. حتی هدفون بزن، تمرکزتو به هم نزن. خیلی با این چیزایی که تو اسمشو میذاری فیلم، دانشجو پزشکی شدن، رتبه یه رقمی 2 رقمی شدن. پس همین الان فشار بیار رو مغزت، یاد بگیر. یه سری نوشتاری یاد میگیرم، منم این تیپی ام. بعد دادم رو کاغذ بنویسم، خب یه کاغذ بذار بغل دستت. من دارم میگم خودت برای خودت بنویس، یاد بگیر. آقا راستی زیستو خلاصه نویسی بکنیم؟ نه. ولی یه سری عادت دارن خلاصه نویسی کنن. خلاصه نویسی کن بری سطرش کن. خلاصه جایگزین جزوت نمیشه ها. زیستی که تو داری میخونی خودش خلاصه است. بیمارگان 6 تا شدن. اسفنج ها، تنها مثالش تو کتاب ما اسفنجه. مرجانیان، شقایق عروس هیدر، اون شقایق دریایی، عروس دریایی هیدر. کرم ها، ما دیگه لوله ای نداریم بچه‌ها. پهنو داریم و حلقوی. میتونید رو لوله ای ختم بزنید. نرم تنان، حلزون و صدف. بند پایان، دوباره صدپا و عنکبوت نداریم، میتونی روش خط بزنی. سقبوس، میگو و خرچنگ. حشرات هم که اینان دیگه اینا رو فکر کنم حتی سینا هم میدونه. نه؟ مثلا اگه یکی حتی بپرسه مگس چیه میگی یه جور حشرات دیگه، تو سینا هم میدونه. ملخ، جیرجیرک، مگس، پروانه، مونارک. هنده. پس من مونارکو پیدا کردم. تو رده بندی بهش رسیدم. شته، زنبور، مورچه، موریانه، اینا میشن حشرات کتاب درسی. بده بالا. آخرین رده میشن خار پوستان که مثالش میشه ستاره دریایی. از اینجا بعد مهره‌داران شروع میشن با ماهی ها که 2 تاشون قزروفی هن تو کتاب ما. کوسه ماهی، سفره ماهی.
بقیه مایه استخوانی هستند، مثلا این اسبک ماهی که پدر مادرش قاطی شده بود. دوزیستان، خزندگان، مار پیتون یا مار پیتون، یه جور ماره. پرندگان هم دیگه کفتر مفتر همه میدونن. این یه دونه کاکایی رو حواست باشه، پرنده‌ای به اسم کاکایی که در زیست 12 باش آشنا میشی. و نهایتاً رده آخر پستانداران که تو پستانداران یه چند تاییشو تناقض داریم. سینا پستانداران همشون پستان دارن، اصلا اسم گروهشونه دیگه. حالا تو جنس نر کوچولو قابل استفاده نیست، تو جنس ماده بزرگ قابل استفاده است. یعنی هر اسم اینجا داریم می‌بینیم پستان دارن. مثلا بچه‌ها با خفاش من معمولا دیدم گیر دارن، احساس می‌کنن خفاش پرنده است، پستاندار نیست، پستان داره. میتونید گوگل کنید. حالا باید حتما وی پی انتون روشن باشه یا مثلا کسی پیشتون نباشه. پستان‌های خفاش می‌بینید هست، حالا به اون هست. پس اینا جزء پستاندارانه. من دیدم مثلا سینا تو میدونستی خفاش پستان داره؟ چه اطلاعات جامعی داری تو؟ چرا باید بدونی اینو؟ تو که اصلا رشته تربیت بدنی و اینا بوده، برای جذاب بوده، فالو کردی. تو تربیت بدنی خفاش خوندین که پستان داره؟ تو تربیت بدنی با خفاش چی کار داری؟ خفاش ورزش میکنه؟ آره برام جالب بود. حالا بعداً توضیح بده که چرا باید یه دانشجوی تربیت بدنی اطلاعات در مورد پستان خفاش داشته باشه. یا مثلا دلفین، اینو با کوسه‌ماهی قاطی نکنید، پستان داره. یا پلاتیپوس، یه پستانداریه که تخم میذاره. یا این دومسایی، این توی کارتون لانکینگ یا شیرشاه اگه اشتباه نکنم همون تیمونه، پستاندار. تو 12 در موردش میخونید. جلد زیست 12 میتونم عکس دومسایی، حالا اگر تایید چه بره بالا. بعد یه خرس و گاو و اینا هم که در جریان دیگه، اینا هم پستاندارانن. پس یک دغدغه از کلاس امروز این جدول برود در مغزت. دیدم بچه‌ها باش گیر دارن ها. این همه جانداران کتاب درسیته که ما دیگه هی گیر نکنیم این چیست آن چیست آن چی است. حالا برگرد صفحه اول. یکی از کارهایی که شما تو جانوری باید انجام بدین رسیدن به این جدول است. بده بالا. که من الان نمیگم بری همه جانورای کتاب درسی تو این کارو باش بکنی، بابا نشدنیه. الان رفقای تغییر اجتماعیمون فلج نخایی نشن. اوه بابا دارم میگم تش اینجاست. ایشالله یه روزی تو به این آمادگی میرسی که هر جانوری رو میتونی جدولشو پر کنی. ردبندیش کجاست، دستگاه مختلفش چیه و حتی تو 12 چه رفتار خاصی داره. حاج آقا مونارک به عنوان یه پروانه از نظر ردبندی میشه یوکاریوت، جانور بیموره بندپای حشره. جاشو پیدا کرد. دستگاه گوارشی لوله گوارشی داره، تو فصل 2 دهم میخونی. از نظر تبادلات گازی یه چیز اسپشیال داره، تنفس نایدیسی داره که ویژگی خیلی مهمش اینه که اکسیژن رسانی در حشرات، حالا به عنوان مثال مونارک، بدون واسطه دستگاه گردش مواده. یعنی قرار نیست خون یا حالا چیزی شبیه خون O2 CO2 رو تبادل بکنه. درس میدیم. گردش موادش سامانه گردشی باز داره، اینا خون ندارن، جاش همولنف دارن. 4 دهم درس میدیم. دفعشون هم عجیبه، اینا منفذ ادراری ندارن، اینا از مخرجشون هم مدفوع دفع میکنن هم ادرار. یه لوله های مالپیگی دارن که ادرارشون رو میریزه تو رودهشون. درس میدیم. دستگاه عصبی فصل 1 11 مرکزی محیطی دارن، مغزشون چند گره به هم جوش خورده است. یه تناب عصبی شکمی گره‌دار دارن و یه سری اعصاب دارن که دستگاه عصبی محیطیشون رو میسازه. چش خاصی دارن، چشم مرکب. اسکلتشون بیرونیه، تو 3 11 درس میدیم. بچه ایمنی دیگه تو کتاب نیست، ولی من همچنان معتقدم بدونید یه از دست طراح در نره. بیمورگان فقط دفاع غیر اختصاصی دارن، اختصاصیشو ندارن. و نهایتاً تخم‌گذارن، لقای داخلی به همراه تخم‌گذاری که حالا کسی از پروانه انتظار مثلا سزارین یا زایمان طبیعی نداره. اینا لقای داخلی دارن و تخم‌گذاری میکنن. الان نترسی همولنف چیلنف نایدیسی چیه بابا، دارم میگم خواهید دید آنچه آنونس دارم میرم، مثلا خواهید دید که جانوری را اینگونه باید یاد بگیرید. پس این یه ویو اولیه از استارت زیست شناسی. زیست ترکیبی یعنی چی؟ نقطه‌ای که باید بهش برسیم کجاست؟ که حالا یه چشمشو در مورد مونارک دیدی. زیست 10 فصل 1 چند صفحه اول یه سری متنای عجیب و غریبی داره که شما احساس میکنید انگار مثلا شبکه 4 یه کارشناسی داره صحبت میکنه. تا حالا هم سوال کنکور نداشته، ولی این اصلا معنیش این نیست که امسال هم ندارد. ما اینقدر پای گریفیت موندیم، اینقدر پای مزلسون استال موندیم تو زیست 12 که امسال در کنکور اردیبهشت و تیر بعد از 20 سال بالاخره سوال شدن.
من پارسال سر کلاسام تو زیست 12 گفتم، حالا اگر کسی شنیده، من انقدر درس میدم تا کنکور بیاد. اومد بعد 20 سال اومد. پس ممکنه 1/10 هم بالاخره بیاد. پس نمیتونی بگی هیچ چیزی رو حذف میکنم چون سنوات گذشته سوال نداشته الان هم ندارد. ولی واقعا این قسمت‌های اول یه جوری ان، من صرفا براتون روخونی میکنم، مرتب منظمش میکنم، ولی حالا تو هفته سعی میکنین روش تسلط پیدا بکنین، یه گوشه از ذهنتون داشته باشینش. اولی تعریف زیست شناسیه. یه کوچولو بیا پایین. زیست شناسی شاخه ای از علوم تجربیه. بله، که بررسی علمی میکنه جانداران و فرآیندهای زیستی رو، دنبال پی بردن به رازهای آفرینشه. چه کرمی داره که بتونه باش کمک بکنه به بهبود زندگی انسان. میگه آقا قدیما یه عالم بیماری وجود داشتن که انسانها رو میکشتن، مثل بیماری هایپرتنشن یا افزایش فشار خون، یا بیماری DM یا دیابت شیرین، یه کتاب به سبک قرون وسطا قند صداش کرده. میگه ولی امروزه اینا دیگه نمیکشن، یا به کمک زیست شناسی تونستیم روش‌های درمانی دارویی جدیدی کشف بکنیم. یه سوال مسخره پرسیده، میگه حالا زیست این همه خوبه، این همه به انسان کمک میکنه، زیست میتونه همه سوالای ما رو پاسخ بده؟ کسی همچین ادعایی داره؟ خود چت جی پی تی هم نمیتونه این کارو بکنه. میگه خیر، زیست شناسی یا کلا علوم تجربی محدودیتی داره، بر اساس مشاهده است. کلا علوم تجربی یا زیست شناسی فقط میتونه ساختارها و فرآیندهایی رو بررسی بکنه که مستقیم یا غیر مستقیم قابل مشاهده یا اندازه‌گیریه. میگه زیست نمیتونه در مورد زشتی، زیبایی، خوبی، بدی، ارزش‌های هنری و ادبی نظر بده، چون اینا قابل اندازه‌گیری نیستن، قابل مشاهده نیستن. مثلا زیست شناسی نمیتونه بگه شیر یه مایه خوشمزه است، این جمله فعالیت کتابتونه، چون خوشمزگی بدمزگی قابل مشاهده نیست، قابل اندازه‌گیری نیست. این محدودیت علوم تجربیه. زیست شناسی اخیراً خیلی پیشرفت کرده، اصطلاحاً بهش زیست شناسی نوین میگن، که زیست شناسی نوین یه سری ویژگی‌ها داره. یک، کلنگره. یعنی چی کلنگر؟ یعنی وقتی داره یک سامانه رو بررسی میکنه، هم اجزاشو بررسی میکنه هم روابطشونو. کلنگره، فقط دنبال مجموعه اجزا نیست. اندامک‌های سلول رو میخونه، ارتباطشون هم میخونه. انداما رو میخونه، ارتباطشون هم میخونه. دستگاه‌ها رو میخونه، ارتباطشون هم میخونه. مثال زده، میگه شما اگه پازلی رو تیکه تیکه کنید بریزی تو کیسه، کیسه میشه مجموعه اجزای پازل، ولی معنا نداره که. وقتی کنار هم میچینی معنا پیدا میکنه. پس ما در زیست شناسی اینا خوبی جانداران رو نوعی سامانه میدونیم که هم اجزاشون رو بررسی میکنه، هم ارتباطشون، هم اجزا رو هم ارتباطشون. میگه اصطلاحاً زیست شناسی کلنگره و کل چیزی بیشتر از مجموعه اجزاست، هم اجزاست هم ارتباطشون. یکی از ویژگی‌های زیست شناسی نوینه. در زیست شناسی نوین ما نگرش بین رشته‌ای داریم. خیلی از رشته‌های دیگه تو دل زیست شناسی هستن. کلی مهندسی تو دل زیست شناسیه، آمار تو دل زیست شناسیه. حتی تو یه سری از شاخه‌های زیست شناسی مثلا بایوتکنولوژی یا زیست فناوری که در هفته 12 میخونیم، سر کله علوم ریاضی پیدا میشه، آمار پیدا میشه، نمیدونم مثلا کامپیوتر پیدا میشه. یه سری از فناوری‌های نوین دارن به زیست شناسی نوین کمک میکنن، مثل فناوری‌های اطلاعاتی ارتباطی که اگه اونا نبودن زیست شناسی پنچر بود. ما یه پروژه‌ای داریم، نمیدونن شنیدین یا نه، HGP Human Genome پروژه، نمیدونم میدونید چیه یا نه، مال کشورهای از ما بهترونه، یه 20 سالی هم هست بهش رسیدن. تو کشورهای جهان اول فهمیدن که تک تک ژنای ما انسان‌ها رو کدوم کروموزومامونه. مثلا میدونن کروموزوم X انسان‌ها 450 تا ژن داره، به ترتیب این شکلیه. بعد توالی نوکلئوتیدیشون هم میدونن، چون شما میدونید ژن یا دی ان ای از نوکلئوتید تشکیل شده. مثلا میدونن ژن رنگ چشم چه توالی نوکلئوتیدی داره. بعد تازه ژنا علل دارن، یعنی حالتهای مختلف. میدونن علل قرمز، علل آبی، علل سبز، علل مثلا طوسی. تو قرمز هم داریم چشم. من دیدم کسی که چشش قرمزه ولی کاری کرده قرمز شده، درس طبیعی نه. آبی، سبز، نمیدونم قهوه‌ای فلان، هر کدوم از اینا چه توالی نوکلئوتیدی دارن. بچه این اگه بیاری رو دیتا ببین چه حجم داده ایه و چجوری شدنیه. یا فناوری‌های اطلاعاتی ارتباطی بهش کمک کرده، مقایسه کرده دیگه. سینا نگاه کن اینو، چند تا آدم دارن هول میدن میبرن با منی. این کلا حجمش 5 مگابایت بوده در سال 1956. اون موقع انقدی بوده. حالا مقایسه کن شما با حافظه‌های کوچولویی که چند ترابایت میتونن حجم اطلاعاتی داشته باشن. یا مهندسی ژنتیک که ما بعداً در هفته 12 زیاد ازش صحبت میکنیم، یکی از فناوری‌های نوینه. مهندسی ژنتیک یعنی انگول کردن ژنتیک. چجوری؟
از یه سلول یه ژنی برمی‌دارید، وارد یه سلول دیگه میکنید. اون سلوله میشه یک سلول تغییر یافته، دست‌ورزی شده. به کمک اون یه جانداری درست میکنید که بهش تراژنی میگن. باکتری تولید میکنید که میتونه پروتئین انسولین انسان رو ظاهر بکنه. گیاهی تولید میکنی که میتونه مثلا پروتئین یه گوزن رو تولید بکنه. خری تولید میکنی که مثلا در شیرش میتونه پروتئین انسان رو ظاهر بکنه. به اینا میگن تراژنی. یعنی من یه سلول رو برمیدارم، یه ژنی رو ازش جدا میکنم، به یه سله دیگه منتقل میکنم، با اون سله یه جاندار تراژنی میسازم. کتاب امسال اومده یه مثال جدیدی زده، این تو کتابای پارسال نبود. میگه در تار عنکبوت یک پروتئینی وجود داره که به شدت از نظر صنعتی با ارزشه. قدیما تو کتابای درسی بود، میگفت 4 برابر تور اولیه‌اش میتونه کش بیاد. دیدین تار عنکبوت چه شکلیه؟ باد میزنه پاره نمیشه، طوفان میزنه پاره نمیشه. یه پروتئینی به شدت الاستیک تو تار عنکبوته. پس اون پروتئینی تو صنعت خیلی به درد بخوره. خب چجوری تولیدش کردن؟ از عنکبوت ژن مربوط به پروتئین تارش رو جدا کردن، به بز منتقل کردن. بز تراژنی درست کردن. پس از عنکبوت به بز، از عنکبوت به بز، بز تراژنی درست کردن که این بز تراژنی میتواند در شیرش پروتئین تار عنکبوت رو ظاهر بکنه. که حالا تو زیست 12 هم توضیح میدیم که آقا میخوای یه بزی داشته باشی که تراژنیه، باید اون ژن مورد نظرت رو به تخمک لقاح یافته‌اش اضافه کنی. یعنی تو آزمایشگاه اسپرم یه بز رو میکنی تو تخمک یه بز، میشه تخمک لقاح یافته. بعد اون ژنی که حالا اینجا ژن پروتئین تار عنکبوت بوده رو میندازی تو این سلوله. این بعدن که بزرگ میشه، بزغاله و بز میشه، در تمام سلولای بدنش اون ژن رو داره که حالا بعدن در هفته 12 در موردش زیاد صحبت میکنیم. پس بز تراژنی درست کردن با دریافت ژنی از عنکبوت. چه ژنی از عنکبوت؟ ژن مربوط به پروتئین‌های سازنده تار عنکبوت. بعداً بیشتر از مهندسی ژنتیک تو هفته 12 حرف میزنیم. خیلی از رفقامون هم دوستش دارن، دمشون هم گرم، چون علم روز دنیاست. اگه بتونن خوب یاد بگیرن کلی میتونن به کشورشون کمک بکنن، ولی معمولاً میرن جای دیگه. حالا ان شاءالله بمونن و کمک و این بحثا انجام بدن. اخلاق زیستی. میگه آقا ما همونجوری که زیست شناسی داره پیشرفت میکنه، خب زمینه سوء استفاده هم توش مهیا میشه. باید زیست شناسی سری قوانین هم داشته باشه که کمک بکنه. میگه مثلا اخلاق زیستی میگه باید اطلاعات ژنی افراد محرمانه باشه، اطلاعات پزشکیشون هم محرمانه باشه، حقوق جانوران هم مورد احترام باشه. اینا پارامترهایی هستند که در اخلاق زیستی مد نظر قرار گرفتن. میگه آقا یکی از چالش‌های قرن اخیر یا حتی دهه اخیر بحث بیوتروریسمه. احتمالاً شنیدین سلاح‌های زیستی، بیوتروریسم، که کلی همین روزا دارن تلفات میدن. اصلا میگن شاید دیگه یه دوره‌ای بیاسته که نیازی به کلانشیکوف و بمب هسته‌ای نباشه، با یه باکتری یارو رو بدی هوا، که بهش میگن سلاح‌های زیستی. تو تولید سلاح‌های زیستی کتاب 2 تا مثال زده. یا یه عامل بیماریزایی درست می‌کنی که با درمان‌های رایج درمان نمیشه، اصطلاحاً به داروهای رایج مقاومه، یا یه فرآورده غذایی و دارویی سمی درست می‌کنی. تو خبرها خوندم که این فلان فلان شده، نتانیاهو مسمومیت غذایی گرفته، ان به حق 5 تن و 12 تن و اینا، یعنی سما خورده باشه، نفلش این نخاله کره زمین. شما شنیدی مسموم اینا شده؟ نه خبرها رو دنبال نمی‌کنی؟ خوش به حال. از قصد خورده. حالا پس یا عامل بیماریزایی که نسبت به داروهای رایج مقاوم است، یا فرآورده‌های غذایی و داروی سمی که میگه مثلا عواقب زیانباری دارن. اینا میتونن شاخه‌ای از سلاح‌های زیستی باشن. میگه بز عنکبوتی سم. آقا زیست شناسی در خدمت انسان هم خیلی حال داره کمک میکنه به انسان. مثلا میگه آقا یکی از کارهای زیست شناسی اینه که برای انسان‌ها غذا تامین کنه. چجوری؟ چلو کباب مولو کباب منظورش نیست، گیاهانی رو تولید بکنه که توی تغذیه انسان‌ها نقش داشته باشن. خب رفقا میدانن دیگه غذای ما انسان‌ها یا مستقیم یا غیر مستقیم به گیاه وابسته است. یا ما گیاه رو میخوریم یا چیزی رو میخوریم که اون گیاه رو خورده. پس اگه میخوای به تغذیه انسان‌ها کمک بکنی، باید به گیاه کمک بکنی که هم کمیتش بره بالا هم کیفیتش بره بالا. این جمله مهمیه ها، میتونه صورت سوال ترکیبی کنکور در مورد گیاهان باشه. میخواد گیاه صدا کنه، اینجوری صدا کنه: غذای انسان به طور مستقیم یا غیر مستقیم.
حالا ما چیکار کنیم که این گیاه هم کمیتش بره بالا هم کیفیتش بره بالا؟ میگه روابط گیاهان با محیط زیست رو شناسایی کن. عواملی در محیط زیست هستن که رو رشد گیاه تاثیر دارن. این عوامل یا زندن یا غیر زنده. غیر زنده مثل دما، رطوبت، نور. زنده مثل حشرات، قارچ‌ها، باکتریا. طبیعتا اینا یه سری سودمندن، یه سری زیانمندن. مثلا دما تا یه حدی سودمنده، از یه حدی بالاتر زیانمنده. میگه اینا رو انگول کن که بتونی با انگول کردن این عوامل محیطی روی گیاهان هم کمیت هم کیفیت رو افزایش بدی. یکی دیگه از کارهایی که زیست شناسی در خدمت انسان میکنه به داد بومسازگان ها میرسه. باز میگیم جلوتر بومسازگان به جمع اجتماع موجودات زنده و عوامل غیر زنده‌ای که در کنارش زندگی میکنن. مثلا دریاچه بدبخت ارومیه یه بومسازگانه متشکل از موجوداتی که توش زندگی میکردند با عوامل غیر زنده‌ای که توش وجود داشت. جنگل‌های حرا یه بومسازگانه. پس عوامل زنده و عوامل غیر زنده در یک اکوسیستم بومسازگان رو درست میکنن. میگه تو بومسازگان چیزی که مهمه مقدار تولید کنندگیشه، چون موجوداتی که اونجا هستن با تأثیراتی که عوامل غیر زنده روشون میذارن منجر به یه تولیداتی میشن. میگه کار زیست شناسی اینه بومسازگانه رو طوری پایدار بکنه که تحت تاثیر تغییر اقلیم پایدار کنندگیش تولید کنندگیش تغییر چندانی پیدا نکنه. خیلی سر متن کتاب درسیتون یکی از کارهایی که میخواستن انجام بدن محافظت و ترمیم بومسازگانی به اسم دریاچه ارومیه بود که من اخیراً فکر کنم خوندین دیگه. فکر کنم مثلا دارن پیست دوچرخه سواریش میکنن دیگه. مثل که دیگه چیزی تحت عنوان دریاچه ارومیه وجود نداره ولی دوست داشتن که حفظش بکنن. تو بحث حفاظت از بومسازگان ها جلوگیری از جنگل زدایی هم خیلی مهمه. نذارن درختان رو قطع کنن، چون حذف درختان یا جنگل ها آسیباتی دارد. آب و هوا رو تغییر میده، منجر به سیل میشه، فرسایش سطحی خاک رو به وجود میاره، تنوع زیستی رو کاهش میده. یکی دیگه از کارا تأمین انرژی‌های تجدیدپذیره. میگه آقا سوخت اصلی که در حال حاضر در کره زمین مورد استفاده قرار میگیرد سوخت‌های فسیلی، نفت و گاز و بنزینه که اینا تجدید ناپذیرن، یعنی تموم میشن. سوای اون که تموم میشن یه گیرایی هم دارن. وقتی از سوخت‌های فسیلی استفاده میکنی دما میره بالا، CO2 میره بالا، منجر به آلودگی هوا میشه و آسیب‌های زیادی به محیط زیست میزنه. میگه امروزه اومدن از سوخت‌های زیستی استفاده کردن. سوخت‌های زیستی یک تجدید پذیرن که حالا چرخه‌هاشو احتمالاً تو علوم پلوم خوندی. دو، این آسیبا رو به محیط زیست نمیزنن. سوخت زیستی تو کتابتون مثل گازوئیل زیستیه که از دانه‌های روغنی درستش میکنن. یه فعالیتی تو کتابتونه میگه آقا همون فسیلی ها هم منشأ زیستی دارن دیگه حتما در علوم و زمین و اینا خوندین که این فسیل ها جانداران گذشته بودن. میگه ولی حواست باشه درست فسیلی ها منشأ زیستی دارن ولی بهشون سوخت زیستی نمیگن، چون از نگاه نویسنده کتاب سوخت زیستی سوختیه که مال جانداران امروزیه نگذشته. یکی دیگه از حالایی که زیست شناسی نوین داره به انسان میده بحث پزشکی شخصیه که خیلی هم باز تو فصل 7 و 12 باش کار داریم. پزشکی شخصی میاد به کمک فناوری‌های شناسایی DNA به پزشکا کمک میکنه بیماری‌ها رو بر اساس DNA فرد هم زودتر تشخیص بدن هم بهتر درمان بکنن. حتما شنیدین خیلی از سرطان‌ها تو پزشکی به شدت تحت تاثیر الگوهای ژنی هستند. اصطلاحاً میگن اینا الگوهای فامیلیال دارن، خانوادگی هستند. مثلا سرطان برست یکی از سرطان‌های پستان، یکی از سرطان‌هایی که به شدت تحت تاثیر ژناست. وقتی یه فردی تو خانواده مبتلا به سرطان برست میشه توصیه میکنن بقیه خانم‌های اون خانواده هم مورد ارزیابی ژنتیکی حداقل قرار بگیرن. حد اکثر، حالا چون حداقلش یه عکس ساده بندازن یا معاینه بشن، چون ممکنه این ژن تو بدن اونها هم وجود داشته باشه. کاربرد پزشکی شخصی اینه چون ژن رو میشناسن تو بدن افراد مختلف چک میکنن بیماری رو تشخیص بدن. یا تو درمان هم کمک میکنه. دیدن درمان ها رو افراد مختلف میتونن تاثیرات متفاوتی داشته باشن. ما به کمک پزشکی شخصی میتونیم بهترین درمان رو برای فرد انتخاب بکنیم. بچه‌ها یادتون باشه تو پزشکی شخصی دوباره معاینه بیمار یا وضعیت بیمار مهمه ها.
بیمار باید بیاد بگه من چمه که ما بریم چه ژنیشو چک بکنیم. ما که نمیتونیم کل ژنای رو چک بکنیم. مثلا یه بیمار گوارشیه، تو مثلا ژنای مربوط به گوارشش رو چک میکنی. پس بررسی وضعیت بیمار در کنارش دی ان ای بیمار که هم به تشخیص هم به درمان کمک میکنه. این میشه اون چند صفحه اول فصل 1 دهم که حالا خیلیاش تو فصلهای دیگه هم تکرار میشن و تا حالا سوال کنکور نشدن. من اگه از روش عبور میکردم ممکن بود تو هیچ موقع نخونیشون، ولی به خاطر تو خوندم که بدونی آزیست شناسی حذویات ندارد، مهم و غیر مهم ندارد. اگه امسال از این 2 فصل یه تست اومده، شاید سال بعد 3 تا تست بیاد، 4 تا تست بیاد. ما اصلا الگوی از قبل تعیین شده ای نداریم که الان ظاهرا تو سایر دروس هم همین داره میشه. یعنی چارچوب نداریم زیست دهم چند تست، 11 چند تست، 12 چند تست. اصلا این خبرا نیست. عشقیه، بر اساس حال و هوای طراحه که اون سال برای کنکور چه تصمیمی بگیره. 2 تا پاراگراف بعدی به شدت مهمن و سوال کنکوری هم داشتن، پس اینا رو یه جور دقیق‌تر و بیشتر مورد ارزیابی قرار بدیم و کم کم ازشون تست بزنیم. اولین سوژه معرفی ویژگی‌های جاندارانه. گفتم جلوتر بهتون میگم. وقتی تو زیست میگیم جاندار، با موجودی کار داریم که همه این 7 ویژگی رو داشته باشه. اینی که من دارم میگم ادعای نویسنده کتابه. پس تعریف جاندار در اومد. جاندار موجودی است که این 7 ویژگی رو داشته باشد. 1. نظم و ترتیب داشته باشه. حالا جلوتر میگیم سطحی از سازمانیابی حیات داشته باشه. مثلا اگر تک سلولی از سلول درست شده باشه، اگه پرسلولی از دستگاه درست شده باشه که جلوتر اشاره میکنیم. پس 1. باید نظم و ترتیب داشته باشه، از سطحی از سازمانیابی حیات تشکیل شده باشه. 2. همیستایی هوموستازی داشته باشه، یعنی وضعیت درونیشو در محدوده پایدار نگه داره که این ویژگی همه جاندارانه. ما تحت تاثیر محیط قرار میگیریم ولی در کنارش یه پایداری هم داریم. شما منو ببرید رو خط استوا بذارین، رو پیشونین ترمومتر بذارین، عدد 37 تا نشون میده. ببرید قطب شمال قطب جنوب، عدد 37 تا نشون میده. میگه حاجی بیرون گرم تو 37دی، بیرون سرد تو 37دی. چجوریاست؟ من همیستایی دارم. گرم سوخت و سازمو کم میکنم، سرد سوخت و سازمو زیاد میکنم. شما به من یه ذره اسید بدین بخورم، pH خونم 74 میمونه. قلیا بدین بخورم، pH خونم 74 میمونه. چجوریاست؟ همیستایی دارم. اسید خوردم کلیم هاش مثبت بیشتری دفع میکنه، قلیا خوردم کلیم بیکربنات بیشتری دفع میکنه. به این میگن همیستایی. همه دارن ها، فقط من نه. حتی تک سلولی هم دارن. کتاب میگه وضعیت درونی پیکر در محدوده ثابت قرار میگیره. با این محدوده هم کتاب تستا ور میرن، میگن عدد ثابت نه، محدوده ثابت. مثلا همین pHی که گفتم شاید تو شیمی خونده باشید، نرمالش بین 7.38 تا 7.42 محدوده ثابت. یا دمای بدن بین 36.8 تا 37.3 محدوده ثابت. مثال کتاب در مورد سدیومه، میگه اگه سدیم خون زیاد بشه کلیه سدیم دفع میکنه تا ما به اون همیستاییه برگردیم. همه جانداران رشد و نمو دارن، همشون از دم میتونن رشد کنن، میتونن نمو کنن. رشد 2 جور اتفاق میفته، یا تعداد سلولا زیاد میشه یا ابعاد سلولا بزرگ میشه. مثلا من میرم باشگاه ورزش میکنم، ماهیچه هام رشد میکنن، اینا تعدادشون نیست، ابعادشونه. چون فکر کنم میدونید دیگه ماهیچه ها تو سن من تقسیم نمیشن. پس رشد یا افزایش تعداد یا افزایش ابعاد. اما ابعادش ماجرا داره، باید برگشت ناپذیر باشه. یه سری از بزرگ شدن ها برگشت پذیرن، اینا رشد نیستن. مثل سلول چربی، وقتی شما پرخوری میکنین سلول چربیتون بزرگ میشه، اسمش رشد نیست، بزرگ شدن است ولی رشد نیست، چون اگه چربی رو مصرف بکنه دوباره کوچیک میشه. یا در مورد آب، اگه یه سله گیاهی رو بندازین تو آب رقیقه، سله گیاهی از آب رقیق آب میگیره باد میکنه، به این باد کردن میگن تورژسانس. این رشد نیست، باز بزرگ شدنه، چون بعدن آب رو از دست میده، برگشت پذیره. باید ناپذیر باشه که رشد باشه. اگه گیاهی مثال زدم چون تو جانوری تورژسانس معنا نداره، چون سلول جانوری اگه آب بیش از حدی جذب بکنن میترکن، چون دیواره سلولی ندارن. پس اینجا بنویسیم تورژسانس و بزرگ شدن سلول چربی برگشت پذیر بوده، پس رشد محسوب نمی شوند.
تعداد که دیگه معنی نداره، برگشت پذیر برگشت ناپذیر، بالاخره این تعداد زیاد شدن دیگه. حالا ما رشد رو چجوری میبینیم؟ مثلا ما که خب سلولای پرسلولی رو نمیبینیم، مثلا معنا داری میبینی که سلولامو نمیبینی. رشد رو چجوری میبینی؟ رشد رو دو جور میبینی. ببین، یا بزرگ شدن اندامها یا ایجاد اندامهای تکراری. مثلا تو گیاه شاخه بزرگ شد رشده، شاخه انشعاب زد بازم رشده، پس تکراری به وجود بیاد باز رشده. ریشه دراز شد رشده، ریشه منشعب شد بازم رشده. تو میگی ازکی همه چی که شد رشد، پس نمو چیه؟ نمو یعنی ورود به مرحله جدید، از یه مرحله به مرحله رفتن نموه. ها گیاه من اولین گلشو امسال میزنه، این نموه. دانه من بالاخره رشد میکنه، این نموه، این ریشش میاد بیرون. اولین ها میشه نمو. آی الان گل زد نموه، بعد گلاش زیاد میشه دوباره رشده ها. برگ اول نموه، بعد برگاش زیاد میشه رشده ها. پس نمو یعنی ایجاد اندام جدید. تو جزوه چیزی می نویسن باید بنویسی ایجاد اندام جدید، به این میگن نمو. مثال کتاب اینه، میگه آقا تشکیل گل یعنی اولین گل میشه نمو. معمولا بچه‌ها میپرسن میگن آقا الان مثلا گیاه خونه ما امسال گل میده، گلاش میریزه، سال دیگه دوباره گل میده، دوباره نموه. اصطلاحاً گیاها میتونن به طور پیوسته تا پایان عمرشون خیلیاشون نمو رو تجربه کنن. گیاهی دارم مثال میزنم، گیاهی یه ذره سخته. حالا مثلا تو جانوری مثلا بلوغ جنسی یه جور نموه، تغییراتی که داره به وجود میاد نموه، مرحله جدید. که حالا خیلی کنکوری هم نیست، ولی حالا چون قدیما بوده ما یه اشاره هایی بهش میکنیم. الان 3 تا مثال نوشتم تو گیاهی، اینا قدیما جمله‌های کتاب بودن. هر کدوم رشدن بگین، هر کدوم نموون بگین، جلوشون بنویسیم. رویش دانه یه مرحله جدیده، میشه نمو. دانه خواب بوده بیدار میشه، بهش میگن نمو، یه مرحله جدید. رفقا انشعابات یعنی ساقه بوده منشعب شده دیگه، این رشده. فرعی یعنی ریشه بوده فرعیشو زده، رشده. کلمه‌های خطرناکی هستند. انشعاب، فرعی یعنی یه چیزی بوده منشعب شده. همه جانداران رشد و نمو دارن، حتی باکتریا. برای همه جانداران داریم میگیم. اونا هم میتونن یه مرحله جدیدی برن، اونا هم میتونن رشد بکنن. ویژگی دیگه، همه جانداران میتونن از انرژی استفاده کنن، جذب کنن، استفاده بکنن. که حالا جلوتر میبینی مواد غذایی رو میخورن، میسوزونن، باش انرژی تولید میکنن. که انرژی به دو شکله، یا به شکل ATP آزاد میشه، آدنوزین تریفسفات، که حالا جلوتر در موردش زیاد حرف میزنیم، که منجر به انجام فعالیت‌های زیستی میشه. تمام این ویژگی‌هایی که اینجا دارید می‌بینید ATP میخواد. رشد کردن، تولمس کردن، پاسخ دادن، نظم و ترتیب. یه سری از انرژی هم به شکل گرما آزاد میشه. پس سوخت و ساز هم ATP تولید میکنه برای انجام فعالیت‌های زیستی، هم گرما تولید میکنه، که حالا باز جلوتر باش کار داریم. ویژگی بعدی، همه جانداران تولمس دارن، حتی باکتری ها. بچه‌ها تولمس 3 جوره، قدیما تو علوم داشتین. یا غیر جنسیه، مثلا باکتری فقط تولمس غیر جنسی داره، یا جنسیه، مثلا عرفان فقط تولمس جنسی داره، یا هر دوشه، مثلا گیاهان هم جنسی دارن هم غیر جنسی. حالا میگم عرفان منظورم انسان هاست، تا طور خاص ما با تولمس عرفان کار نداریم. عرفان رئیس کلاس ماست در واحد پشت صحنه، که حالا میبینیدش. یه دقیقه تیز میتونیم یه بای بای سوسکی بری بیای، ما میگیم عرفان ببیننه. تیزا عرفان بیا، عرفان بیا، عرفان بیا، عرفان بیا، بای بای سریع برو به عنوان پیام بازرگانی. عظیمه. آقا عرفان رئیس پشت صحنه ما، سلام بچهای 05. 05 یا سلام. 05 یا سلام. میبینن یا پشت من ماسکه شدی. 05 یا حتی من اینقدر کوچیکم حتما پشتم کسی وایسه بازم دیده میشه. دم شما گرم. میگم عرفان نماینده از انساناست، یعنی دولت شاکی نشی. یا مثلا کسی تو کلاس عرفانی و شاکی نشی با ما چی کار داری. پس تولمس 3 جوره، غیر جنسی، جنسی، هر دو. که حالا چه جنسی چه غیر جنسی زاده هایی تولید میشن که کم و بیش شبیه والدینشونن. کم و بیش شبیه والدینشونن. حالا تو غیر جنسی عین والدین، تو جنسی هم بچه‌ها بالاخره یه شباهتایی با والدینشون دارن. جمله خیلی سنگینی در ادامهش نویسنده نوشته، من نمیدونم چرا باید اینو بنویسه. یوز پلنگ همیشه از یوز پلنگ زاده میشه. اصلا
بار جمله بالاست. مثلا چرا واقعا اینو نوشتی؟ مثلا ما چیز دیگه ای فکر می‌کردیم، مثلا فکر می‌کردیم مثلا یوز پلنگ و فیل زایده، مثلا تذکر کتاب. طلمس یه انقلتی تو دلشه. چه انقلتی؟ ما جانداری داریم که نازاست به طور طبیعی ها. من با غیر طبیعی ها کار ندارم، چون خب اونا خودشون غیر طبیعی هن. مثلا اینکه قاطر نازاست، قاطر اصلا جاندار طبیعی نیست. میدونین قاطر چیه؟ حاصل آمیزش غلط اسب و الاغ. خب اسب نباید میرفته سراغ الاغ. خداوند به اسب گفته با اسب، به الاغ هم گفته با الاغ. حالا بیشور تو رفتی با الاغ یه کاری کردی، خب ما که دیگه نباید گردن بگیریم که. پس کسی قاطر رو اینجا مبنا قرار نمیده. این اصلا حاصل آمیزش غیر طبیعیه. اسب با اسب، الاغ با الاغ بوده، نه اسب با الاغ. مشکل از آمیزش است. نه، من منظورم غیر طبیعیان نیستن، طبیعیان. یا باز مثلا شما ممکنه یه دوستی داشته باشید مثلا تو مدرسه هوشنگ، مثلا بچه‌ها داشتن فوتبال بازی می‌کردن، اشتباهی به هم ضربه ای زدن. هوشنگ، حالا هوشنگ تو کلاس نه، یه هوشنگ خیالی عقیم شده. الان ما که هوشنگو گردن نمیگیریم که، ما هوشنگ‌هایی داریم که زایا. این الان غیر طبیعی. خب نباید فوتبال بازی می‌کردی. غیر طبیعیه. نه، من منظورم یه چیز دیگه است. ما یه سری جاندار داریم به طور طبیعی نازان. آره، زنبورای عسل کارگر. بعداً تو 12 می‌خونیم. زنبورا ماجراها دارن. تو کندو فقط ملکه طلمس میکنه، بقیه ماده‌ها همه کارگرن. پس این یه استثنائیه دیگه. هرچند که نویسنده لاتیشو پر کرده گفته همه این 7 ویژگی رو دارن، ولی حواستون باشه. من اینجا جا خالی گذاشتم تو بنویسی البته گروهی از جانداران، من با هوشنگ کار ندارم، به طور طبیعی نازایند. حتی با قاطر هم کار ندارم. مثل زنبور عسل کارگر. شنیده باشید. یا مثلا یه تستی خیلی لاتی پر کرد، مثلا ناموسن یقینا همه طلمس دارن، حواستون به این قصه باشه که به نظرم به کنکور نمیرسن. همه جانداران به محیط اطرافشون پاسخ میدن، حتی یه باکتری. مثلا ویژگی همه جاندارانه. این شما آیتما رو معمولا تو تستای جانوری میبینید. همه جانداران به محیط اطراف خودشون پاسخ میدن، به محرک‌های محیطی پاسخ میدن. مثال کتاب اسمش نورگراییه بچه‌ها، که ساقه به سمت نور خم میشه، بهش میگن نورگرایی پازیتیو در ساقه، مثبت در ساقه، که بعداً خواهیم خوند تحت تاثیر هورمون گیاهی به اسم اکسین این اتفاق رخ میده. همه جانداران سازش با محیط دارن، چون اگه سازش با محیط نداشته باشن حذف میشن، نابود میشن، باقی نمیمونن. باید سازش با محیط داشته باشن. حالا بعدها در فصل 4 12 به شما درس میدیم. حاج بهراد، میدونی تو زیست شناسی خوب و بد معنا نداره؟ مثلا تو زیست شناسی بگی فلان صفت خوبه فلان صفت بده، بهت میخندن. چرا؟ الان تو انسان ها قد بلند خوبه یا قد کوتاه به نظرت حاج بهراد؟ بستگی داره. قدیم مدیما زمان مثلا قبل هول و هوش دایناسور پایناسورا قد بلند خوب بوده، طوری که انسان‌های اولیه قدهای به مراتب بلندتر از ما داشتن. نمیدونم کدوم بیله، هابیله یا قابیله، توی سوریه قبرش 7 متر طول داره، فکر کن. ولی بعد در گذر زمان انسان‌ها کوتاه شدن. الان قد کوتاهی خوبه، اون موقع قد بلندی خوب بوده. در مورد زرافه‌ها سناریو برعکسه، اون موقع کوتاهی خوب بوده، الان بلندی خوبه. تو زیست شناسی خوب و بد نداریم رفقا، سازگار ناسازگار داریم. خوب کیه؟ سازگار با محیط. بد کیه؟ ناسازگار با محیط. حالا بعدها تو 12 زیاد در موردش صحبت می‌کنیم. نظریه معروف انتخاب طبیعی. سازگاری لازمه حیاته. میگه جانداران هم سازش با محیط دارن. خب داری می‌بینی دیگه، مثلا خرسای قطبی سفید شدن. چرا؟ تا با محیط اطرافشون استتار داشته باشن. یا گیاهانی که ساکن مناطق گرم و خشکن، برگ‌هاشون پوستک ضخیم داره. حالا بعدها می‌بینید پوستک یعنی چی. ولی اگه دوست داشتی می‌تونی بنویسی پوشش کوتینی لیپیدی. لیپید آبگریزن، کوتین لیپیدی. وقتی رو گیاه کوتین بذاری، لیپید بذاری، از خروج آب جلوگیری میکنه. چون مناطق گرم و خشکه، اینا به کمک پوشش کوتینی لیپیدی از خروج آب جلوگیری میکنن. حالا من حدیث خان شبابی همه رو دارن دیگه، این سوال پرسیدن داره. اولش گفتیم همه.
خود همه این 7 ویژگی رو دارن. نه دیگه. همه حدیث همه دارن این 7 ویژگی رو. ببین گفتم فیلم که نیست، کلاسه. همین الان به مغزت اشاره کن. حدیث 7 ویژگی که همه جانداران دارن. برو بریم. نظم و ترتیب، همیستایی، رشد و نمو، جذب استفاده از انرژی، تولید مثل، سازش با محیط، پاسخ به محیط، همه دارنش. که میتونه سوال بشه و شده. معمولا تو تستای ترکیبی در مورد صحبت میشه. آیتم بعدی هم که سوال داشت و دارد و خواهد داشت، معرفی سطوح سازمانیابی حیات. ببین خداوند رحمان و رحیم چجوری آفریده؟ کتاب یه کلمه اضافه کرده، حیات زمینی. بیا حالا ببین بریم اون بر ببینیم چه خبره. این حیات زمینیه. سطوح سازمانیابی حیات از نگاه نویسنده کتاب 10 سطحه که باید به شماره حفظ باشی. پایین ترین سطح سازمانیابی حیات سلوله بچه‌ها که همه دارنش، میشه شماره 1. سطح شماره 2 میشه جمعی از سلولا. خب بهش میگن بافت. بافت مجموعی از سلولاست که یه وظیفه هماهنگ با هم رو داره انجام میده. سطح بعدی جمع بافتاست، میشه اندام. مثلا یه استخوانه که تو ساختارش بافتای مختلفی رو داره. حالا بعدها میبینید توش بافت پیوندی داره، بافت پوششی داره، حتی عصبی سر و کلش پیدا میشه. بعدی میشه جمع اندام‌ها، بهش میگن دستگاه. این دستگاهی که شما الان اینجا دارین میبینین دستگاه حرکتی این گوزن است که خودش میگه از استخوان و ماهیچه تشکیل شده. اگه نگاه بکنید شاخش هم ورده استخوانی گرفته. من دیدم تو تستا بهش گیر میدن. شاخاش هم جزو دستگاه حرکتی گرفته، استخوانی گرفته، جزو مثلا استخوان به حساب اومده. و نهایتا فرد که فرد متشکل از چند دستگاه است. پس هر سطحی جمع قبلیاش سلول، بافت، اندام، دستگاه، فرد یا حالا جاندار، یه گوز آفریده شد. سلولا شدن بافتاش، بافتاش شدن انداماش، انداماش شدن دستگاهاش، دستگاهاش شدن گوز، یه فرد. حالا سوال، آقا اگه باکتری بود چی؟ آقا اگه تک سلولی بود چی؟ سلول میشد فرد. پس در تک سلولی ها سطوح 2، 3 و 4 رو نداریم، یادت باشه. پس این پایین بنویس تو جا خالی. تک سلولی ها سطوح 2، 3، 4 را یختی ندارند. اونا سطح 1شون سطح 5 رو درست میکنه. پس 2 تا چیز با هم قاطی نشه. حدیث همه اون 7 ویژگی رو دارن، حدیث، ولی همه این 10 تا سطح رو ندارن. الان 2، 3 و 4 تو تک سلولی ها مطرح نمیشه. 5 تای دوم باید بیشتر دقت کنی. سطح شماره 6 میشه جمعیت. جمعیت یعنی چی؟ مجموعه از افراد همگونه در یه زمان در یه مکان. پس زمان و مکان هم مهمه. الان من، بهراد، حاج عرفان یه جمعیتی. گونه‌مون انسانه، هر سه انسانیم. در ماده‌ش هم مهم نیست. اگه شهناز هم بین ما بود، میشد من، شهناز، عرفان، بهراد باز یه جمعیت بودیم. همونطور که این گوزه رفته زنش هم آورده. پس مجموعه از افراد همگونه، مال یه گونه. در یه زمان یه مکان. ما اینجا تو این زمان داریم زندگی میکنیم. این تشکیل جمعیت رو میده. پس 3 تا پارامتر داره تعریف جمعیت. پس جمعیت که میگیم تعریف داره تو زیست شناسی. یه گونه، یه زمان، یه مکان. پس هر موقع تو زیست شناسی گفتن 2 تا جمعیت یعنی گونه ها با هم فرق میکنه. کی میگه؟ شاید زماناشون فرق میکنه، شاید مکاناشون فرق میکنه. سطح شماره 7 جمع جمعیت هاست. ویروس جاندار نیست رایا، فعلا هم باش کار نداریم، مثلا بذارش کنار بعدا حرف میزنیم. ویروس جاندار نیست. ویروس مولکول زیستیه، پروتئین به علاوه نوکلئیک اسید. سطح شماره 7 حالا میشه جمع جمعیت ها، بهش میگن اجتماع. مثلا اونا مرغای دریایی هن، نمیدونم مثلا قوان، جمعیت اونا لکلکن با جمعیت گوزنا که توی یک اکوسیستم زندگی میکنن، توی یک اقلیم زندگی میکنن و با هم ارتباط دارن. اینا تشکیل اجتماع میدن. مثلا شما فرض کن 10 تا سوسک همون گوشه دارن زندگی میکنن. الان اون سوسکا که اینجان یه جمعیتن، من و شهناز و بهراد و عرفان یه جمعیتیم، ما با هم یه اجتماع رو درست میکنیم، توی اقلیم داریم زندگی میکنیم. ببینین بهش میگن اجتماع. جمعیت‌های گوناگون که با هم تعامل هم دارن دیگه. شما با سوسکا تعامل داریم، آره دیگه. چیز میذاری که ما میخوریم میریزیم زمین و اون میخوره، اون میاد مثلا رو محیط ما کرم میریزه، تعامل داریم دیگه.
شماره 8 اسمش بومسازگانه. اگه به اجتماع عوامل غیر زنده رو اضافه بکنی میشه بومسازگان. پس از بومسازگان به بعد عوامل غیر زنده، ببین کوه و تپه مپه و خاک و ماک و اینا هم سر کلش پیدا میشه و تأثیراتی که رو هم میذارن. همون اقلیمه است ولی عوامل غیر زنده هم بهش اضافه شده. همون اقلیمه عوامل غیر زنده هم بهش اضافه شده زنده و غیر زنده در یک اقلیم و تأثیراتی که با هم میذارن. سطح شماره 2 میشه زیست بوم. زیست بوم چیه هانده؟ چند تا بوم سازگانه که با هم اومدن یه زیست بوم رو درست کردن. حالا چه بوم سازگانایی؟ هر چی خیلی 2 تا شرط داره. از نظر اقلیم و از نظر پراکندگی جانداران یکسان نه مشابه. حالا این گوزن داره، اون خرس داره، اون نمیدونم مثلا لک لک داره، اون عقاب داره. میگه از نظر اقلیم و پراکندگی جانداران مشابه باشن. از نظر اقلیم و پراکندگی جانداران مشابه باشن. پس یه اقلیم نیست، 2 تا اقلیمه ولی مشابهه. 2 تا اقلیمه ولی مشابهه، این وریا و این وریا. پس اقلیم و پراکندگی جانداران. تهش میشه چی؟ زیستکره. همه زیست بوما. شما تو زیستکره برای اولین بار میتونی اقلیم‌های متفاوت رو ببینی، یعنی اقلیم‌هایی که دیگه فرق دارن با هم. الان من یه دریاچه ارومیه دارم با یه دریاچه مثلا چه میدونم وان تو ترکیه، نه حالا درست دارم میگم مثلا هست یا نیست. این دو تا بوم سازگانن ولی یه شباهتایی دارن، مثلا از نظر عوامل غیر زنده هم شبیهن، موجوداتی که توشون زندگی میکنن به هم شبیهن. میگن اون دریاچه و این دریاچه با هم زیست بوم درست میکنن. حفظ شد؟ یه بار تند بگیم. 5 تا اولی که باید تند بگی: سلول، بافت، اندام، دستگاه، جاندار، هانده. میری 5 تای دوم: جمع جاندار و جمعیت. جمع جمعیت ها اجتماع. شماره حفظ باشه 6 و 7. 8 بوم سازگان، عوامل غیر زنده هم بریز روش. زیست بوم چند تا بوم سازگان مشابه. زیست کره همش که حالا در سراسری 401 برای اولین بار از اینا سوال اومد. به نظر من شانس تکرار هم دارد. گونه تعریفش چیه؟ گونه رو جورهای مختلفی تعریف میکنن ولی تعریف رایجی که ما تو زیست باید بپذیریم برای کنکور این تعریفه: همگونه بودن یعنی بتونن با هم آمیزش بکنن. اصلا قیافه و اینا مهم نیست، حتی شباهت‌های ژنتیکی هم مهم نیست. توانایی آمیزش. میگه هر موقع یه سری جاندار تونستن با هم آمیزش بکنن اونا همگونن. اما آمیزش موفقیت آمیز. چرا؟ الان اسب و الاغ هم میتونن با هم آمیزش بکنن. گفتیم مثلا بچه‌شون قاطره دیگه. پس چرا 2 تا گونن اونا اسب و اونا الاغن؟ آمیزش باید موفقیت آمیز باشه. یعنی جانداری که از آمیزش اونا به وجود میاد زنده بمونه، زیستا، بتونه تولمس کنه، زایا. به این میگن آمیزش موفقیت آمیز. ما خیلی از آمیزش‌ها رو بین گونه‌های مختلف تو زیست شناسی داریم. سگ با گرگ میتونه آمیزش بکنه بچه‌ش میگن سگ گرگی ولی گیر داره. اینا در نسل‌های بعد دچار چالش میشن. بز با گوسفند میتونه آمیزش بکنه، گیر داره. اسب با الاغ میتونه آمیزش بکنه، گیر داره. پس آمیزش موفقیت آمیز مال تعریف گونه است. یعنی چی؟ یعنی زاده حاصل زیستا باشد و زایا باشد، زنده بماند و بتواند تولمس کند. این هم تعریف گونه است که باز یه تعریف خیلی بیسیکه. مثلا بچهای رشته ریاضی میگن مگه جمعیت تعریف داره، مگه گونه تعریف داره؟ ما تو حرفای عامیانه‌مون هم این کلمه‌ها رو به کار میبریم. هنده میگن باید وایسی دووم بیاری جلو بریم با هم. تست بزنیم. تست شماره 1. تستای جزوه ما یه سریاشون این تیپی هن، عبارتهای درست نادرست از شما میخوان، ولی یه سریاشون واقعا فرم تست دارن. تست ها رو نمیتونیم خیلی بهتون زمان بدیم ها، نمیرسیم. یه 2000 تا تست مگه میشه زمان داد زد. باید تند بزنید. اوایل هم یه ذره شاید جا بمونید ولی به هر حال باید کم کم عادت بکنید. در واقع تستا بخشی از آموزش شماست. برای اینکه همش هم من نان استاپ به صورت در واقع مثلا رادیو متکلم وحده نشم، یه سری از حرفامو میام تو تست ها هم میزنم. موردای اینو چک کنید.